داستان عبدالرحمن بن عوف واقعا شنیدنی است. وقتی که از مکه هجرت کرد، کل زندگیشو گذاشت هجرت کرد به یثرب مدینه. نه خانه‌ای داشت، نه سرپناهی داشت، نه چیزی برای خوردن داشت. پیامبر عبدالرحمن رو معرفی کرد به یکی از انصار اهل مدینه، گفت این برادر توست، هر چی داری باش تقسیم کن. اون انصاری به مهاجر، به برادر مهاجرش عبدالرحمن ابن عوف گفت که برادرم، من 2 تا خانه دارم، هر کدوم تو میخوای مال تو باشه. عبدالرحمن براش دعا کرد، بارک الله فی بیتک دلنی علی السوق، خدا برکت تو خونت بندازه، راه بازار نشونه من بده. گفت من 2 تا بستان دارم، 2 تا باغ دارم عبدالرحمن، هر کدوم تو میپسندی مال تو. گفت بارک الله فی بستانک دلنی علی السوق، خدا برکت در بستان تو، باغ تو بده، راه بازار نشونه من بده کجاست، من برم داد و ستد بکنم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم عفت نفس عبدالرحمن رو شنید که مهاجر با پای برهنه و دست خالی آمده هجرت کرده به خاطر خدا و رسول خدا، اینقدر عفت نفس و عزت نفس داره که راه بازار نشونه من بده، تنبلی نمیخواد، مفخوری نمیخواد، دعای برکت در رزق و روزی و عمر عبدالرحمن کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم. به جایی رسید که عبدالرحمن میگه که دیگه نمیتونست شتراشو بشماره، گوسفنداشو بشماره، نمیتونست درهم و دینارشو بشماره. به جایی رسید که از برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت اگر پام به سنگی برخورد میکرد که سنگ جا به جا میشد، انتظار داشتم که زیر اون سنگ یک گنجی برای من باشه. سبحان الله. ولی وقتی به این مال رسید، مال تو قلبش قرار نداد که اینطوری نگه بداره، دستشو اینطوری کرد. ایام سپری شد تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به رحمت خدا رفت. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از حیات نورانی و مبارکش، یک روزی 700 تا شتر قافله، شهر مدینه در قحطی بود، تنگنا بود، مواد غذایی کم بود، مردم نیازمند بودن، مشکل داشتن. در همین اثنا، در تنگنایی شدید اهل مدینه و اطراف مدینه، قافله 700 تا شتری عبدالرحمن ابن عوف، سبحان الله، 700 تا شتر قطار از شام می آمد، تمام مایحتاج شهر مدینه و اطراف مدینه بار بود، حمل بود. ام المؤمنین عایشه دید که گردبادی، طوفانی اطراف مدینه بلند شده. جوانی رو طلبید، گفت پسرم برو اطراف مدینه نگاه کن، این گردباد مال چیه، این طوفان، این گرد و غبار مال چیه، نه که طوفانی داره میاد. دوید رفت، وقتی برگشت گفت یا اما، ای مادر، این گردباد نیست، طوفان هم نیست، این گرد و خاکی که برپا شده قافله 700 تا شتری عبدالرحمن ابن عوفه. تمام آذوقه ها و مایحتاج و نیازهای شهر مدینه و اطراف مدینه بار حمله داره میاد. این گرد و خاک ها مال قافله 700 شتری عبدالرحمن ابن عوفه. کسی که وقتی وارد مدینه شد هجرت کرد با لباس تنش بود، نان خوردن نداشت و عفت نفس و عزت نفس داشت، رفت تو تجارت. الان یک قلم قافله تجاریش 700 تا شتر در اون زمان. گفت پسرم برو عبدالرحمن رو از زیر زمین، زیر سنگ پیدا کن بیارش، اینجا کارش دارم. عبدالرحمن بره قافله‌شو تحویل بگیره یا بره حرف مادرشو گوش بده؟ اگه من و شما بودیم کدوم یکی رو؟ کل دلالا و تجار مدینه و سمسارا همه رفتن بیرون، هر کسی 50 تا شتر گرفته، این مال من، جدا کرده از شترها، از قافله. عبدالرحمن رو پیدا کرد، گفت برو که مادر تو رو طلبیده. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها قافله رو 700 تا شتر رو تجار رو ول کرد، دوید رفت پیش ام المؤمنین عایشه، گفت لبیک یا امه، لبیک ای مادر. ام المؤمنینه، همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه وسلم. گفت کاری داشتی مادرم؟ گفت بله عبدالرحمن، این قافله مال توست، این قافله ای که طوفان برپا کرده،
سرش انداخت پایین. گفت مال خداست در دست منه، در اختیار منه فعلا. مال خداست دست منه. گفت عبدالرحمن زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات بود چیزی درباره تو فرمودن، من تو حافظم هنوز هست، مثل که الان نقش بسته، مثل این که یک سرباز معمولی جلو ارشدش ایستاده، سیخ آماده باش. گفت چی درباره من شنیدید از رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفت بگو مادر که طاقتم سر آمد. گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن یدخل عبدالرحمن ابن عوف الجنة حبا. گفت مادر خودت شنید از دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفت بله. عبدالرحمن زد زیر گریه. گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن عبدالرحمن ابن عوف روز قیامت، روز محشر، وارد بهشت میشه در حالی که 4 دست و پاست، سینه خیز داره میره، مثل نوزادی یا بچه های کوچیکی که یه چند ماه که ازشون گذشت تاری با 2 تا دستشون، 2 تا زانوشون و پاشون سر پاشون سینه خیز راه میرن. عبدالرحمن گریه کرد. گفت مادر خودت شنیدی؟ گفت بله شنیدم. یدخل عبدالرحمن ابن عوف الجنة حبا. گفت مادر تو همینجا 20 من برمیگردم. مثل دیوانه ها میدوید به طرف قافله بیرون از مدینه و همینجور که میدوید فریاد میزد عبدالرحمن باید دوان دوان رو پاهاش بدوه وارد بهشت بشه، نه سینه خیز. و من اجازه نمیدم که این قافله 700 تا شتری مانع دویدن من به سوی بهشت باشه. رفت که تجار همه زمام شترها رو گرفتن، مال من. گفتن عبدالرحمن کجایید؟ کجا رفته بودید؟ 1 تومن، 1 درهم، 10 درهم سود برای تو، مال ما باشه. گفت بیشتر به من دادن. گفتن 1 درهم، 20 درهم، 1 درهم، 30 درهم، 1 درهم، 50 درهم. گفتن بیشتر به من سود دادن و ربح دادن. به جایی رسیدن تا 1 درهم به 200 درهم. و عبدالرحمن میگفت بیشتر به من سود دادن. تجار تعجب کردن، در مدینه تاجر غیر از ما نیست. انصافا چیز خوبیه ای عبدالرحمن. 1 درهم، 200 درهم، کدوم تاجری به تو سود داده؟ گفت اگر بیشتر میدی مال شما، اگر نمیدی بیشتر به من دادن. گفتن حد ما دیگه همینه، 1 درهم، 200 درهم. عبدالرحمن خدا رو گواه گرفت و همه تجار رو گواه گرفت. گفت همه گواه باشید که من با الله معامله کردم و تجارت کردم. 1 تومن 700 تومن والله یضاعف لمن یشاء. کل 700 تا شتر رو همونجا گذاشت و در یک مهرجان بزرگی و عید بزرگی و جشن بزرگی کل 700 تا شتر چه بین فقرا و نیازمندان و اهل مدینه تقسیم کرد. زمام شترش هم به خانه نبرد و میگفت من میخوام دوان دوان وارد بهشت بشم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء. در تعامل با خدا نترسید، دودل نشید. میخوای اشک بریزی بریز، سبک میشی. چشمی که اشک میریزه به خاطر ترس از خدا، اگه بکشی، بعد از علما وقتی از ترس خدا اشک میریختن دستشون میکشیدن اشکاشون به صورتشون، اون چشم آتش جهنم نمیسوزوندش. اینا اون اشکا رو میکشیدن به صورتشون که صورتشون نسوزه. اشک، 2 نمونه اشک داریم، اشک خنک و اشک گرم. اشک خنک خبر خوشحالیه. بچه حافظ قرآن شد، خبر به دادن تو دانشگاه رتبه اول آورد، یک دفعه اشک میریزید، این اشک شادی سرده. اما اشک گرم اشکی است که از سوز، این صدای لرزان تو خدا خیلی دوست داره بشنوه. آه و ناله بکشید، دستت بلند بکنید، دیگه ای الله ای الله الله. اونم تو سن جوانی و الله بگی خدای گناه منو ببخش. تو سن جوانی که فرصت دارید آمین جانانه بگید، اشک میریزید.
دستتون بلرزونید، مشکلی نداره. خدا قبول بکنه امشب از اینجا نریم مگر اینکه از خدا چیزی که میخوان بگیریم و اونم هدایت میخوان برای خودمون و خانواده و بچه هامون. روزی یه لقمه نان خدا میرسونه، یه لقمه نان خدا میرسونه. هدایت بگیری از خدا. بگو نگو نان بده، نان میده خدا. بگو هدایت بده، تقوا بده، خدا ترسی بده، ایمانی بده که در اون کفر نباشه، هدایت بده که در اون گمراهی نباشه، توحید بده که در اون شرک نباشه، اعمال صالح بده که در اون بدعت نباشه، یقین بده که در اون شک نباشه. اینا بگید. خیر دنیا و آخرت به ما بده. هر چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت ما و فرزندانمون هست و دوستانمون هست اون بده. خدایا فرجام نیک، سرانجام نیک، آبرو بده، آبرو. تو مال قارون داشته باشی، آبرو نداشته باشی، هیچه. خدای ذره آبرویی داریم حفظ کن. خدای مردم زیر این لباس نمیدونم من چند تا نشانه دارم. خدایا تو توفیق داده من دکمه ها رو بستم. خدای زیر این لباس نشانه مردم نده. خدا از گناه هم بو داره هم رنگ داره، ولی خدا بوی گناه پوشونده و رنگ گناه هم پوشونده. اگر رنگ گناه و بوی گناه خدا نپوشونده بود باور کنید نمیتونستیم، باید دستمون در بینیمون بود از کنار هم رد میشدیم، باید چشممون میبستیم از کنار هم رد میشدیم، ولی خدا رنگ و بوی گناه پوشونده. رد میشیم لباسمون اتو کشیده است، آتکلون زدیم، چون گناه رنگ و بو نداره. اگر رنگ و بو داشت باید اینطوری میگرفتیم، در بینیمون هم میگرفتیم. آدمی که گناه میکنه بدبو میشه، بدریخ میشه. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. انشالله که اعمال نامتون روز قیامت دست راست از اون حوض کوثر بنوشید، فردوس اعلی نصیبتون بشه. بچه هاتون همه عالم، شخصیت دار، مؤمن، پاک، مؤدب، صالح، مصلح، خدمتگزار به بندگان خدا، خانواده های عزیز، آبرومند، دوست داشتنی داشته باشید. ما هم تلاش میکنیم هم برای خودمون هم برای بچه های شما هم برای شما. شما هم دست ما رو چه محکم بگیرید، پشت ما رو خالی نکنید. چند جمله هم درباره تربیت فرزند میگویم. امروز شکوه ها و شکایت ها و گله ها زیاد است. جوانای ما خوب نیستن، جوانای ما منحرف شدن، معتاد شدن، شرابخوار شدن، فیلم های مبتذل رد و بدل میکنن، ماهواره نگاه میکنن، فلان میکنن. ولی میدانید که اسلام چه میگوید؟ قرآن چه میگوید؟ الله و رسول الله چه میگویند؟ میگویند اگر پدر و مادری و جامعه‌ای فرزند صالح میخواهد باید 4 نفر صالح باشند. اگر ما میخوایم که دختر و پسرمون صالح باشند و مصلح باشند و عالم و دانشمند و مفید و پاک باشند و خدمتگزار جامعه باشند و آبروی جامعه اسلامی باشند باید 4 نفر اول خوب بشوند. این 4 نفر کیست؟ اولین کسی که باید خوب بشود پدر هست. اگر پدری پسر خوب میخواد باید خودش اول خوب باشد، چون پدر خوب نباشد پسر خوب نطلب. اگر باشد اون یک معجزه است. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اون یه بحث جداگانه است، اون قاعده کلی نیست. پس اگر فرزندان خوب بشوند باید 4 نفر خوب بشوند. اول پدر. سوال: فرزندم چرا خوب نمیشوید؟ چرا آدم نمیشوید؟ چرا تابع نمیشوید؟ چرا با خدا نمیشوید؟ اول تو خودت بگرد، جلو آینه بنشین، جلو آینه خودت تنهایی. فلانی تو خوب هستید؟ خودت خوب هستید؟ صالح هستید؟ پاک هستید؟ رابطت با خدا چقدره؟ یک شاگردی از من سوال کرد،
گفت جسارت نباشه جناب استاد، تو استاد منی. شاگرد یه سوال ازت بکنه جوابت چیه؟ گفتم هر سوالی داریم بکن. گفت رابطه تو با خدا چقدر قوی است. چقدر این شاگرد روی خودش کار کرده تا به خودش اجازه داده به شیخش بگه رابطه تو با خدا چقدر قوی است. اگر عصای بود اونجا، اگر این سوال تو جمع میکرد همونجا خفش میکردیم، خردش میکردیم. ولی این بزرگترین خدمت به استاد کرده. از روزی که از من سوال کرده فقط فکرم مشغول کرده. استاد رابطه تو با خدا چقدر خوبه، قوی است. چه سوالی بود. اگر من واقعا این فکرم به کار بندازم چه هدیه‌ای به من داد. خودش هم نمیفهمید، دست پاش میلرزید. گفت جسارت نباشه، منظوری ندارم. نه، این بزرگترین خدمت به استادت کردی تو. اما آیا منیت ما اجازه میدهد که بپذیریم؟ اگر فرزندان خوب میخواهیم باید پدر خوبی باشیم، مگر نه فرزند خوب نبیم. یک روزی من ایستاده بودم کنار یک مردی. مرد من نمیفهمیدم سیگاریه. در خانهش ایستاده بودیم. یک دفعه پسر 5 ساله 6 ساله در آمد. گفت پسرم بیا اینجا. محمد بیا اینجا. محمد آمد، اسمش محمده. محمد بیا اینجا. 5 سالشه 6 سالشه. دست کرد تو جیب 1000 تومان در آورد. گفت محمد سوپرمارکت نزدیکه، برو یه پاکت سیگار ونستون بخر بیار برای بابا. اسمش محمده. دست میکنه تو جیبش، بابای سیگاری، معذرت میخوام، 1000 تومان در میاره. میگه محمد 5 سالشه، برو سوپرمارکت یه پاکت ونستون برای بابا بخر بیار. اینطوری تربیت میکنن. اگر این بابا پول دست بچه 5 ساله میداد، بابا این 1000 تومان بگیر اونجا یک کتاب فروشی هست، برو یه داستان پیامبران بخر بیار، یک کتاب مفید بخر بیار تا برات بخونم بابا، برو یه پاکت ونستون بخر بیار. جلو بچه هم پاکت باز میکنه، دود میکنه، برو کبریت هم بیار. من میگیم بچه های ما خرابه، بچه های ما شیطان شدن. گاه وقتی که شهرداری اعلام میکنه، گاه وقتی شهرداری اعلام میکنه، تو زاهدان هم شهرداری هست، امروز روز پاکیزگی کوچه هاست، همه مردم بسیط بشن، یالا دانش آموزا همه پلاستیک دستشون، آشغالای تو خیابان‌های زاهدان پاک بکنی. دیگه چی شد؟ کوچه ها تمیز میشه. پوست پفک و پوست فلان و پوست فلان و. من یه سوال میخوام بکنم، دختر و پسر ما اندازه پوست پفک ارزش ندارن که به فکرشون باشیم بلندشون بکنیم؟ پوست پفک باید تو سطل آشغالی ریخته بشه، چون جایگاهش اونجاست. بچه مسلمان جاش کجاست؟ تو مدرسه و دانشگاه و مسجد. اونو باید بلندش بکنیم اونجا بذاریم. دوستان قوی‌تر، همنشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. دوست خوب یک سرمایه است، خیلی کمک آدم میکنه. این دوست خوب میتونه پدر و مادر آدم باشه. دوست خوب میتونه برادرت باشه، بزرگتر، خواهرت. بعضی بچه های کوچک سبب توبه پدرانشون شدن، باور میکنه. بعضی دختر بچه ها سبب توبه مادرش شده. بعضی شاگردان سبب توبه استادشون شده. دوست خوب سبب هدایت دوستش شده.
همسر خوب در زندگی واقعا یک سرمایه است. هیچ نعمتی بعد از نعمت ایمان معادل یک همسر مؤمن صالحی که همراهت باشه، همسفرت باشه، صبور باشه، تو فکرت باشه، کمکت بکنه. اینا هم میتونن شوهر خوب برای خواهرها واقعا یک نعمت خوبیه. علمایی که هستن تو منطقه اگه خواهان تبدیل باید دوستانی که اراده تو رو و مکان و برنامه هایی که اراده رو از تو میگیره، تو محله نشستی همه عیاش و شرابخوار و لاتن، خود جا بجا بشون، مسجد هم نیستون داره برات، الحمدلله. حتی اگه شده اون خونه رو بفروش خونه دیگه، اگه خواهان حفظ ایمانتید و اخلاقتید و اینا برات مهمه، خیلی راحته اونجا بفروش، برو با همون یه جایی که نزدیک به برنامه های خوب باشه، مسجد فعالی باشه، دوستان خوبی باشن. یه جمله آخرم بگم. علما میگن انسان گناه میکنه بخواد یا نخواد، اما مهم گناه کردن نیست. گناه بده ولی انسان گناه میکنه، ولی بدتر از گناه 4 چیزه، اینو داشته باشید. یک، اصرار بر گناه. خود گناه بده ولی بدتر از خود گناه 4 چیزه. اگر اشتباه کردی به تذکر دادن دیگه اصرار نکن. اصرار بر گناه و تکرار گناه این از خود گناه بدتره. 2، توجیه کردن گناه. وقتی گناه کردی دیگه توجیه نکن. گناه استغفار میخواد، توبه میخواد، عذرخواهی میخواد، مثل بابا آدم. یه توجیه نکن. نگاه بر صورت خوبان حلال است، فلان، حالا نمیدونم فلان، یه چیزی برای خودش داره توجیه میکنه. نه این اسمش این آب هویجه، این آب انگوره. گناه انسان میدونه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده یه خارشی تو دلت ایجاد میکنه، میدونی که این گناهه، این دل بیقرار میشه. طاعت و عبادت دل آروم میگیره. گناه انسان رو مضطرب میکنه، بیقرار میکنه، نگران میکنه، پریشان میکنه. هیچ آرامشی تو گناه نیست. پس بدتر از گناه یک، اصرار بر گناه. 2، توجیه کردن گناه. استغفرالله، تمام شد. 3، کوچک شمردن گناه. نگاه نکن که این گناه بزرگ کوچکه، نگاه کن کی داری نافرمانی میکنی. تو نافرمانی رب العالمین داری میکنی. گناه هر چند که کوچک باشه کوچک نشمار. یکم در بر بگردیم درباره ایمان صحابه بگیم. میگن صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم گناههای صغیری که ما انجام میدیم اونا کبیره حساب میکردن و فکر میکردن که زیر گناه اینطوری تصور میکردن که زیر یک کوه بلندی نشستن، با این گناهشون دارن کم کم زیر کوه دارن خالی میکنن. هر لحظه احتمال داره کوه بریزه رو سرشون. ولی میگن انسان منافق گناههای کبیره بزرگ میکنه، فکر میکنه یه پشه سبک رو بینیش نشسته، هیچ احساسی نمیکنه که یه پشه نشسته اینجا رو بینیش، احساس هم نمیکنه که سنگینی برش میکنه. و 4مین چیزی که بدتر از خود گناه، آشکار کردن گناه و عربده کشیدنه.
چقدر بده که ستر خدا آدم بدره پاره بکنه. خدا تو رو داره ستر میکنه، میپوشونه. تو گناهی که شب تو خلوتت خودت با دوستانت توی خونه خالی جایی توی یک شهرستانی کسی هم نفهمیده، خودتون 4-5 نفر بودید، بعد برمیگردید تو کشور خارجی رفتید گناهی با هم کردید، حالا میاد اینجا توی جمع 40-50 نفر داری با آب و تاب، با یه حال و هوای آب و تابی که بازگو میکنید، تعریف میکنید، عجب چیزایی بود، عجب. این دیگه مجاهره با گناهه، این خیلی بدتر از گناهه. اون کسی که یک گناهی کتره خودش خجول خجالت داره میکشه، خداوند هم سترش کرده، اون امیدی هست. چقدر خداوند ما رو داره ستر میکنه. این ستر خدا، پوشش خدا رو پاره نکنیم. یه جوانی میگفت بابا مامانم رفتن مسافرت، من نرفتم، کلید دادن دست من، خونم خالی بود. پسرم مواظب باش، کسی دوستان خلافکار فلان. نه باباجان خاطر جمع باشه، خیال راحت باشه. رفت. سبحان الله. دیگه ما شب نشینی هامون رو شروع کردیم. این کلید خونه، بابام رفته مسافرت بود، تا 10-15 روز دیگه شاید نیان. دیگه بساطی و شرابی و خدا چطوری سترم کرد. خودش میگه این جوونو، میگه دوستان رفتن، بساط جمع شد، دوستان رفتن، سبحان الله، ربع ساعت بعدش دیدم که کلید تو قفل چرخید. بابام یک کار اورژانسی براش پیش آمده بود، برگشتیم بدون که زنگ بزن، قفل چرخید، در باز شد. بابام پسرم، بله بابا. یعنی اگه این ربع ساعت زودتر می آمد چی می شد؟ ستر خدا اینطوری ها، چقدر ستر میکنه. یه تو خلوت یه کاری کردی دیگه نیازی نیست بازگو بکنی، تعریف بکنی با آب و تاب، خیلی خطرناکه. خب امشب چی؟ دعای وارد شدن به مسجد خوندید؟ چی بود؟ بسم الله اللهم افتح لی ابواب رحمتک، درهای رحمتت باز. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. خداوند از ما و شما قبول بفرمایند و استقامت نصیب بکنه. یه دعای زیبایی که همه دعاها زیبا بود، تو آخر دعایی که امشب خوندن، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس و ما قرب الیها من قول او عمل. همتون آمین میگفتید، فکر کنم میدونستید چی داره میخونه. و نعوذ بک من النیران و ما قرب الیها من قول او عمل. پروردگار ما از تو فردوس میطلبیم، جنت الفردوس، بهشت فردوس. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر وقتی از خدا بهشت طلبیدید، تقاضا کردید بهشت فردوس بطلبید، اعلاترین درجه بهشت. دعا این بود ترجمهش، خدایا ما از تو بهشت فردوس میطلبیم. شما میگفتی آمینا. و گفتار و کرداری که ما رو به فردوس تو نزدیک بکند، و ما قرب الیها من قول او عمل. و پروردگار رو به تو پناه میبریم از آتش جهنم و گفتار و کرداری که ما رو به جهنم و خشم تو نزدیک بکنه. خداوند آخر عاقبت ما و شما به خیر خاتمه بشه. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید و السلام. الان موج اسلام خواهی و اسلام طلبی در اروپا و غرب
غوغا داره میکنه، خیلی مدرن و پیشرفته تر از ما. نمیدونم قبلا گفتم یا نگفتم، بحث ژن‌های برتر، آمار که گرفتن نشون داده که در هر 1 میلیون نفر در آلمان 6000 ژن برتر وجود داره. 6000 ژن برتر در هر 1 میلیون نفر، و هر ژن برتر در این 6000 نفر یک دانشمند معادل پروفسور حسابی. یعنی در ازای هر 1 میلیون نفر در آلمان 6000 پروفسور حسابی، در ژاپن 5600، در ایتالیا سوم. اما در ایران ما که چقدر پیشرفته هم هست و چقدر استعدادها نهفته است، در هر 1 میلیون نفر 1.5 نفر فقط. اگر این ژن‌های برتر مسلمان بشن، اسلام امروز داره تحقیقی میشه. میدونی چقدر جواب میده؟ 12 نفر در ناسا ایرانی هن. 12 نفر از گردانندگان ناسا پایگاه فضایی آمریکا ایرانی هن. اسلام مدرن، اسلام متناسب با زمان، اسلام مستدل، منطقی، اسلامی که همه جوانب زندگی رو در بر میگیره و مد نظر قرار میده، اون جوانای ما ارائه بدن. و جای بسی خوشبختی است که بیشترین نمازگزارانی که میان توی این مسجد یا از دانشگاه علوم پزشکی هستن یا از دانشگاه هرمزگان یا تربیت معلم، هم برادرها هم خواهرها اون طرف. خیلی جای خوشبختیه. امید ما اینها هستن. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر. الی الخیر جنس خیر، هر خیری که باشه. و یأمرون بالمعروف، و امر به معروف بکنن. تعریف معروف چیه؟ علما در تفسیر معروف گفتن هر چیزی که در دین شناخته شده است معروف مینامند. هر چیزی که در فرهنگ خدا، در قرآن و سنت شناخته شده است، بیگانه نیست، غریب نیست، ناآشنا نیست، اون بهش میگوین معروف. پس اگر ما میخوایم معروف شناسی بکنیم، باید کتاب معروف شناسی رو مطالعه بکنیم. التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله. اینا همه معروفن. ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان اینا همش منکرن. در فرهنگ ما غریبه، ناشناخته است. اما امروز مسلمانان طوری شدن که منکر و معروف کردن و معروف و منکر کردن. ربا در فرهنگ ما منکره، ناشناخته است. دین بهش اعتراف نداره، نمیشناسدش، جایگاهی نداره، ولی امروز خیلی جایگاه داره. مواد مخدر، مشروبات الکلی. ما یه همایش برگزار کرده بودیم قبل از رمضان برای 300 تا از جوانان، خواهر و برادر. میدونید چقدر سوال داده بودن؟ جلسه 5 ساعت طول کشید، تو سالن اجتماعات باشگاه بود. اکثر سوالها به علما داده بودن: جناب شیخ، مشروب خوردن در ماه رمضان چه حکمی دارد؟ حلال است یا حرام است؟ میدونید معنی این سوال چیه؟ یعنی از بس که مشروب خوردن عادی شده در غیر رمضان، سوال برانگیز نیست که حلاله برای جوانای ما. فقط اشکالی که تو ذهنش الان تصور میکنه اشکال پیدا شده، میگه تو رمضان یه حرمت خاصی داره، یه چیز خاصیه. آیا تو رمضان بازم حلاله مثل قبل از رمضان که داریم عادی میخوریم؟ شاید نزدیک 20 تا سوال فقط همین بود. فلان چیز در رمضان حکمش چیه؟ حلاله؟ یکی از سوالایی که بیشتر از همه سوال کرده بودن جوانای مثلا چه 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، در رمضان مشروب خوردن حلاله؟ از بس که عادی شده دارن میخورن. سیگار که دیگه حدث ولا حرج.
پس میگه یأمرون بالمعروف. اولین ویژگی که آمر به معروف، کسی که امر به معروف میکنه باید معروف شناسی داشته باشه، بدونه که معروف چیه، شناخته شده در دین چیه، چیزی که دین بهش اعتراف داره چیه. وقتی میگیم دین یعنی خدا، یعنی عقل برتر، یعنی حکمت برتر، یعنی کمال مطلق. بعد میگه کافی نیست که شما تشویق به خوبی بکنید، تازه یک قسمت امر به معروف انجام دادید. قسمت دوم امر به معروف میکروب شناسی هم بکنید. این میکروب چطوری وارد سیستم معروف شده؟ آفات میکروب ها هم بگید. و ینهون عن المنکر، مضرات این منکرات رو بگید که اینها دخیل بر اسلام، جزء اسلام نیست. گوشت مردار خوردن، خوک خوردن، خون خوردن، اینا همش جزء محرماته. ازدواج با محارم و همجور برو. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. کدوم یکی جرأت بیشتر میخواد؟ امر به معروف، نماز بخون، یا مواد نفروش، یا مشروب نفروش؟ نماز بخون خیلی ساده تره، نخون. من دارم میگم نخوندم خود دیگه دعوا نمیشه. روزه بگیر نگرفت، ولی تو بخوای یه دکی که مشروب میفروشه، خدا میدونه به کجا وصله این دکه، یا یه جایی که مواد مخدر دارن توزیع میکنن، مسخال دارن میفروشن، میدونید به جایی میرسه که وقتی دنبال کردید یا زنگ تلفنت به صدا در میاد یا نامه میندازن تو خونت، اگه بچه تو دوست دارید همینجا قطعش کن دیگه، دنبالش نگیر، بالاتر از این نرو. شده یا نشده؟ نهی از منکر خیلی توکل به خدا میخواد، خیلی شهامت میخواد. خانواده‌تان باید مترس باشه. دیدن که چاره خودت نمی‌کنن، تماس با خانواده‌ات که ضعیفن، با بچه‌ت. طرف آمده دیدن قوم خویشش از دبی دزدیدنش 100 میلیون تقاضا کردن، الان بردن 100 میلیون تو عوض، الان رسوندن به 100 میلیون. پسرشو بردن. یکی تو مینا بردن، نمیدونم 300 میلیون 400 میلیون تقاضا کرده بودن، بعد از چند ماه آوردنش توی یکی از جنگل‌های اطراف مینا، پیرمردی بود، 300 میلیون تقاضا کردن. حالا اینا پول دارن، اگر کسی دیگه بیاد با مواد مخدر مبارزه بکنه، نهی از منکر بکنه، ولی مردم خودمون که میگن دور از شتر بخواب، خواب راحت کن. دور از شتر بخواب، خواب راحت کن. چرا گفتن دور از شتر بخواب؟ چون اگر قرار باشه جایی که شتر میخوابه تو بری بخوابی، شتر دیگه میدونی یه لگدت بزنه کار تمامه. مورفین میدونی چقدر درآمد داره؟ یک شبانه روزه 24 ساعته انسان میلیونر میشه. خیلی عجیبه اینهایی که اینطوری دارن توضیح میکنن چقدر جرأت دارن، با پاسگاه هماهنگن، مسلح هستن، اسلحه به کمرشون هست، سرعت ماشینشون خدا میدونه چقدره، از جلو پاسگاه رد میشن، احتمال درگیری هست، کشته شدن هست. چقدر جرأت دارن برای رد کردن مواد مخدر. ما جرأت نداریم برای امر معروف و نهی از منکر. بعد میخوام جامعه خوبی داشته باشیم. خداوند میگه ولتکن منکم، باید گروهی باشه. اینجا شاید نیست، میگه ولتکن، باید گروهی باشه. منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون. خیر رو چه تفسیر کرده؟ گفته دعوت به خیر بکنن، بعدش بلا فاصله خیر رو تفسیر کرده، بعدش گفته
یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این خیره، خیر دیگه نیست. تفسیر خیر اینه، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ولی تو نهی از منکر اگه دیدن که تو تنها هستید کارتو میسازن، ولی اگر دیدن که واقعا یک مجموعه هستید باور بکن کم میارن. مثال بزنم، تو جامعه سرو 100 تا دان سه، 100 تا دان سه، دان 4، چه کنفو چه تکواندو، ولی مؤمنا همطور که تو تهجد و چه تراویح نیسته با یک جز دو جز قرآن، تو باشگاه رزمی هم اونجا تمرین میکنه که بدنش ورزیده بکنه برای امر معروف. چون زمانه طوری شده در طول تاریخ یه عده محترمن نمیدونن، وقتی تذکرشون دادی تسلیم میشن، ولی یه عده کلدرن باید ازت حساب ببرن تا تسلیم بشن. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر روح انسان به حلقوم انسان رسید، در توبه تو صورت اون فرد بسته شده. من مات فقط قامت قیامته، کسی که اجلش رسید قیامت اون شخص برپا شده. و وقتی روح به حنجره و حلقوم رسید، خداوند در توبه رو در صورت اون شخص میبندد. دیگه توبه کارساز نیست، دیگه توبه جواب نمیدهد، دیگه توبه نجات نمیدهد، دیگه توبه کمک نمی کند، دیگه توبه انسان رو ربانی نمی کند، دیگه توبه انسان رو به خدا نزدیک نمی کند. کاری نکنید که وقت توبه خودمون رو به تأخیر بندازیم و قبل از وقت توبه نکنیم و بعد زمانی متوجه بشیم که باید توبه بکنیم که دیگه در بسته می شود. شاعر می گوید چون توانستم ندانستم، چون که دانستم نتوانستم. اون موقع که میتونستم، جوان بودم، میتونستم توبه بکنم، امروز فردا میکردم. نه هنوز زوده، هنوز وقت هست، هنوز حیفه که خودمون رو دل مرده بکنیم. بذار عیش و نوش دنیا بکنیم، قبل از مردن یه روزی توبه میکنیم. همینجور امروز فردا، امروز فردا، امروز فردا. یک دفعه یک صحنه پیش میاد که فرصت توبه به انسان نمیده. بعضی موقع آدم صحنه هایی تو جاده ها میبیند، اونم ایران با اون همه تصادفاتش. یکی از کشورهای پیشرفته در تصادفات و سانحه جاده‌ای هست و خیابانایی هست. ایران یکی از پرتصادف ترین کشورهای دنیاست. بعضی موقع آدم سر صحنه میرسه، 3 تا 4 تا جوان مسلمان با پراید رفتن زیر تریلی. وقتی میری که سقف رو بلند بکنی که مغزشون پرس شده، خیلی متأثر میشی، ناراحت میشی، پژمرده میشی، افسرده میشی. ولی وقتی در رو باز میکنن که جسدا رو در بیارن، 4 تا قوطی آبجو هم همراهش میفته بیرون. اون صحنه چقدر دلخراشه. جسد میخوان در بیارن، قوطی آبجو، لیوان شرابی رو یه جای خوردن تو ماشینشون گذاشتن یا پره، میخوان برن تو مسیرشون، همراه اون جسد میفته تو جاده، رو زمین میفته. شیطان قسم خورده ماست. چیزی که شیطان رو ناراحت میکنه توبه جوان هست. در سن جوانی توبه جوان بزرگترین توهین و سیلی و خنجر تو پیشانی ابلیس هست. اگر جوان توبه بکنه دنیا خوش میشه،
نعمتهای دنیا و برکتهای نعمتها سرازیر میشه. چون جوان توان گناه دارد، توبه پیرمرد به اندازه توبه جوانی که توان و قدرت گناه دارد و زمینه گناه دارد، زمین تا آسمان در قیمتشان تفاوت هست. گرچه خداوند همه توبه ها تا قبل از اینکه زمان توبه مسدود نشده باشه، وقت خاص نرسیده باشه، توبه پذیر است و ما قبل توبه را می آمرزد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. چرا همش صحبت توبه میکنیم؟ در نماز جمعه گیادون صحبت از توبه کردیم. بعد از زلزله 6 ماه پیش جزیره قشم و زلزله پی در پی و متواصل این جزیره، احساس نیاز شدید به توبه می شود. مثل که نیاز حالی ما فقط توبه نصوح است که همه دست جمعی توبه بکنیم تا نظر خدا را نسبت به خودمون مثبت بکنیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر اهل روستایی و قریه یا جزیره‌ای یا قومی یا ملتی دو صفت داشته باشند، ایمان به خدا، ایمان صادق داشته باشند و تقوای خدا و ترس خدا تو همه زمینه‌های زندگیشون جریان داشته باشه، ما میگیم تقوا فقط در مسجد از خدا بترس. در مسجد آدم خوبی میشیم، روز جمعه در نماز عید آدم خوبی میشیم، در نماز 5 وقت آدم خوبی میشیم. از پله مسجد که بیرون آمدیم تمام شد دیگه، رفت. تو تجارت خانه که رفتیم، به گفته یکی از دوستان میگه اگه تو بازار امروز دروغ نگی نمیتونید جنست به فروش ببرید. مال حلال میگه جمع نمیشه، باید قسم بخورید، خدا وکیلی بگید، خدا را از بایی بیارید پایین تا بتونید 1 متر پارچه بفروشید، تا بتونید کلاه سر مردم بذارید و پول رو جمع بکنید. اون پولا مسمومه، خون آلوده میکنه، نطفه رو آلوده میکنه، جنین رو آلوده میکنه، نسل بعدی رو آلوده میکنه. اونایی که سر سفره پدرشون با اون پول مینشینن و تغذیه میشن، همه آلوده میشن. کاری نکنید که در توبه رو مسدود کنید. توبه زیبندی یک جوان مسلمانه، توبه زینت یک جوان مسلمانه. جوان مسلمان لوتی نیست، جوان مسلمان اصلا شایستش نیست که سیگار بکشه، تا چه برسه که بگیم جوان مسلمان معتاد شده. وای چقدر ما بی تفاوت شدیم، معتادی دیگه مد شده. اگه کسی تریاک نکشه، تو خیلی مناطق میگن تریاک دیگه مال دختراست. اگه کسی گفت تریاک میکشه، تریاک مال دختراست. صحبت از هروئین و حشیش و بنگه، صحبت از تزریق تفننی، تزریق حرفه‌ای. چی بود؟ جواب نمیخوام. زلزله بود. این صداها تقریبا عادی شده برامون. این صداها ما رو نمیترسونه، این که زمین بلرزه ما میترسیم. هیبت خدا داخلشه. زلزله یکی از سهمناکترین بلاهاست و عذابهای خداونده و بعضی موقع زلزله وقتی شدت پیدا میکنه، زمین دیگه طاقت تماسک نداره و باز میشه زمین. خداوند قدرت‌های عجیبی داره، هر کدومش در جای خودش مهیب هست و هیبت داره و پشت مرد که غرش میکنه در اوج اقتدارش در دنیا و تکبر به خرج میده در مقابل خداوند، واقعا میلرزاند. هیبت خدا نمیشه با شوخی کرد، معصیت خدا نمیشه با شوخی کرد. معصیت رو به شوخی نگیرید، هر شوخی میکنید بکنید، اما با معصیت و گناه شوخی نکنید، با جهنم شوخی نکنید، با خشم خدا شوخی نکنید. خداوند رحیم و رؤوفه و رحمانه و توابه و کریمه و ستاره و غفار الذنوبه و غافر الذنبه.
خداوند مهربان هست، بندگانش را دوست دارد و دوست ندارد که بندگانش را عقاب بکند. این بندگان هستند که خودشان را عقاب میکنند و خشم خدا را به جای رحم خدا برای خود و خانواده خودشون احراز میکنند. شرط پنجم توبه چه بود عزیزان من و سروران من؟ توبه قبل از وقت باشد. وقت دو تا وقت خاص، اجل هر انسانی. چقدر مردن در آخر زمان راحت شده. امروزه خیلی راحت مردم میمیرن و چقدر توبه کردن قبل از مردن مشکل شده. برادرمون عبدالستار یک شعر زیبایی درباره توبه میخواند. در جوانی یادم آمد، در جوانی طاعت چندان نکردم ای خدا، طاعت شایسته رحمان نکردم ای خدا. در جوانی طاعت چندان نکردم ای خدا، طاعت شایسته رحمان نکردم ای خدا. در یکی دیگه از اشعارشون میخونن دلت را خانه من کن. الله میگه دلت را خانه من کن. یا باید خانه الله باشه یا باید خانه ابلیس باشد، یا باید لانی باشه که ابلیس در اونجا استراحت بکند. کاری نکنید که دلت استراحتگاه ابلیس باشد. رو تخت خواب دلت دست بذار زیر سرش راحت. این دیگه کارش ساختم، این دیگه ملک منه، به هر طرف میخواهم میچرخانمش. اینو از خداش گرفتم و جداش کردم، در اختیار منه. کاری نکنید که ابلیس در مقابل خدا میسته، به خدا بگه بنده تو ازت گرفتم، بندت مدیع من شد، تو چه کار هستی؟ والعیاذ بالله. هر مسلمانی که معصیت خدا میکنه، ابلیس در مقابل خدا گستاخ میشه و به خدا میگه نگاه کن چه داری بنده تو گرفتم. اسمش هم محمده، اسمش هم علی است، اسمش هم فاطمه است. تو دوست داری که ابلیس در مقابل الله اینطوری گستاخ بشود؟ اللهی که این همه ما را دوست دارد. جناب ابن عباس برادران عزیز رضی الله عنهما میارد که حدیث ابو داود است. گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبرمان گفته بود است من لزم استغفار او من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا و من كل هم فرجا و رزقه من حيث لا يحتسب. برادران عزیز، الحمدلله که چه یک مهربانی الله بر مؤمن است. ما بسیار یک با یک کارها یک راههای بسیار سبقتی برادران عزیز بسیار چیزهای مهم را، خیلی چیزهای وزنی را گرفته میتونیم. ببینین میگه هر کسی که اگر همین طلب مغفرت را برای خودش لازم میگرداند، یعنی دائم همین مشغولی استغفاره، دائم یعنی دائم ذکرش بگیم، در جای ذکرم دارد و اینم از اونهای ذکر است. در عوض این میگه هر کسی که اگر برای خودش لازم بگرداند، ضرور بداند که هر روز باید من چگونه پیغمبر نازنینم 70 بار تا 100 بار طلب مغفرت میکرد، منم باید هر روز کمی در کم 70 بار بالاتر تا 100 بار هر روز باید ما ایرا برادران عزیز و گرامی. ولی در ذکر سحر و بیگاهی من چگونه که در سوال و جواب پیشینم گفتم، همین استغفرالله 100 بار سحر است، استغفرالله 100 بار بیگاه است. هر کسی که اگر میره انجام تید، خداوند با او چی میتد؟
میگه من کل زیق مخرج. میگه هر یک پرابلمی که بگیم داری، هر یک کاری که ترد بسیار در تشویش گذاشتگی های برادرای عزیز، بسیار یک مقصد داری که دائم در آرزوی برآمدن شیو، لیکن تا حال حلش نیافته است. میگه یکم چیزی که الله مهربان در عوض همین طلب مغفرت به شما میتید، از هر یک انامون مشکلات، سختی، تشویشی که است ترا میبراره. یک سه چیز میتید. دوم و من کل هم فرجن، چی غمی که داری برادر عزیز، خواه غم دنیایی داری خواه غم اخروی داری، ایرا حتما استغفر الله یا گویم طلب مغفرت غمهای ترا به خرسندی مبدل میکنه. و سیوم و رزقه من حیث لا یحتسب، الله مهربان میگه در عوض این من برای تو در رزق و روزی را میکشم که در گمانت نیست. یعنی از جای برای تو من رزق میرسانم که حتی تو منتظر همون نبودی، حتی در ذهنت نبود که من مقصد این کاری مرا این کارو کشاده می شود یا من دنبال همین کاری میشم و صاحب این قدر امکانات و شرایط میشم. ایرم کی پیدا می شود؟ وقتی برادر عزیز که شما اگر از این کلمه زیبا استفاده برید. من انشاءالله 5 نمود طلب مغفرت است، 5 نمود من همش ولی برای شما تعلیم میکنم که چگونه مثال شما طلب مغفرت کنید و از این برادرای عزیز برای ختام وظیفه کنید. ببینید چی پاداشایی داره، امنیتی تو را تامین میکنه، ببینید غمها تا به خرسندی مبدل میکنه. دیگر اینکه از همه تشویش و مشکلات و گیره هایی که مثال در کاری تو بسته شده بود همش کشاده می شود و مال و ثروت و رزق تو را میگه از جای میرسانم که حتی در گمانت نیست. برادر عزیز، دیگر از فضیلت های من برای شما بیان کنم. حضرت انس برادران عزیز حدیثی را میارد، جناب امام بیهقی این حدیث آورده است. میگه سمعت رسول الله یقول الله عز وجل، میگه شنیدم که پیغمبر گرامی میگفتند که الله مهربان گفت. چی گفته است؟ گفته است اینی لأهم به اهل الارض عذابا. الله مهربان گفته است اراده میکنم که مردم روی زمین عذاب کنم. یعنی این مردم وقتی از حد که میگذرد الله مهربان قهاری و جباریش ببینین بیدار می شود. یعنی این روی زمین میگه الله کی لایقی عذاب دارن، زیرا در روی عالم بسیار بندگان ناسپاس زیاده. الله مهربان میگه وقتی که اراده میکنم این که عذابشان کنم، مادامی که در روی زمین 3 نفری با سعادتی هستند که اینها صد راه عذاب میشوند، یعنی گویم به خاطر اینها من روی زمین عذاب نمیکنم. برادر عزیز، این 3 نفر نیکبختی که سبب بگیم
آرامی ما و آسایشتگی ما و راحتی ما میشوند، اینا کیا هن؟ گفتن فایزا نظرت الی عمار بیوتی، میبینم که بندگان در روی زمین هستند که دست به تعمیر مسجد میزنن، یعنی مسجدها را آباد میکنن، مبلغاشون را در آبادی مسجد صرف میکنن. مسجد که برادران عزیز، ما مردم که همچون بیت الله میگیم، خانه خدا در روی زمین هست، الله مهربان از بینای مسجد، از بینا کننده های مسجد بسیار خوشش میاد و نفری که بگیم پیش راه عذاب الله را از بالای دیگر بندگان میگیرد، یک نفرش این بینا کننده های مسجد هست. دوم نفرش گفت والمتحابین فیه، کسانی که در دنیا یکدیگر را به خاطر من دوست می‌دارند. برادرای عزیز، هر کسی که در دنیا الله را بین یکدیگر را به خاطر الله دوست می‌داشته است، اینها هم از زمره همون بندگان نیکبختی که به خاطر اینها الله مهربان باقی مردم عذاب نمیکنه. سیوم والمستغفرین بالاسحار، سیومش گفت نفرهایی هستند که همیشه طلب مغفرت دارن، یعنی از کلمه استغفار استفاده میبرن، علال خصوص از قسم سحر که امروز میخیزن و بامدادهاشون میخوانن و از پشتی او اگر یکان پاره از قرآن میخوانن و بعدا به طلب مغفرت مشغول میشوند. این سیوم نفری هست که برادران عزیز با توفیل اینها، از برکات اینها باقی مردم روی عالم در امن و در امانی هستند. این هم یکی از برادران عزیز فضیلت این کلمه زیبای استغفار هست. دیگر برادران عزیز حدیثی را که جناب ابو هریره میارد، میگد این العبد اذا اذنب ذنبا كانت نکته سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر سقل قلبه وإن زادت فذلك قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. از سوره مبارکه مطففین در بالا حدیث چی آمد؟ گو هرگاهی که بنده گناه میکند، یک نکته سیاه در قلب او گذاشته می شود. هرگاهی که اگر گناه را زیاد کرد، همون نقطه های زیاد در قلب زیاد می شود. وقتی که دل آدم سیاه شد، پیامبر ما گفت این ابعد الناس من الله القلب القاسی، کسی دل سیاه داره او از نگاه رحمت من دوره. ولی هرگاهی که گناه کرد و بعد از آن میگه تاب و استغفر، توبه کرد و طلب مغفرت کرد الله مهربانه، میگه سقل قلبه، باز قلب او را الله مهربان به سبب طلب مغفرتش از همه همون نقطه های سیاه با پاک میکند، خالی میکند. گویم با قلبش جلا میتید، با قلبش به همون اصل اوله خودش بر میگردد. برای همین آیت قرآن آورد که کلا بل ران علی قلوبهم، رانه به معنای زنگ است. الله میگه هرگاهی که شما مبتلای بر اگر گناه شدین، دلهاتون زنگ میزند، یعنی دلهاتون که سخت شد، زنگ زد، سیاه شد، بعد ای نظر رحمت الهی دور میشید. دیگر الله به شما ترحم نمیکنه. بعد دیگر در گویم لجام ما را، زمام همه کاری ما را دیگر شیطان میگیرد، یعنی رهبر ما دیگر شیطان میشود. به این خاطر میگه وقتی طلب مغفرت کردین، در حال باز اونها را الله مهربان از بالای قلبهای ما و شما دور میگرداند. حضرت حذیفه برادران عزیز که صحابه گرامی بودند، پیش رسول الله آمدن، گفتن حضرت من از یک کار زشتی خودم به سوی شما شکایت آوردم. گفت چی کار زشت داری؟ گفت کار زشتم همین است که همین اهل عیال ما حقارت بسیار میکنم. برادران،
اصحاب پیغمبر معصوم نبودن، اونا هم گناه میکردن، خطا میکردن. گفتن حضرت امین اهل عیال ما حقارت میکنم، دشنام میکنم، همیشه دلهاشون با همین سخنهای قبیح هم سیاه میکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه، گفت و حضرت حذیفه دوام داد که من میدانم که اگر زبانی که حقارت کننده باشد، زبانی که دل نفرهای را آزار میدادگی باشد، این زبان صاحب شد جهنم میبرد. پیغمبر گرامی من چه خیلی خلاص شوم از این فعلشون، از این رفتار بدم. پیغمبر گرامی چی گفتن؟ گفتن که استغفار را لازم بگیر، زیرا که من هر روز کمی در کم 70 بار الله را طلب مغفرت میکنم. ببینید برادرای عزیز، ولی ببین از بعض فعلهای زشتی که داریم چگونه توبه کنیم یا چگونه از همون فعل خلاص شیم. پیامبر ببین میگه طلب مغفرت زیاد کن، همون فعل شوم، همون فعل بد از تو دور میشه. برادرای عزیز، هر کدام شما اگر این رفتار زشت داشته باشین، شما با طلب مغفرت مشغول شوین، انشاءالله این از شما دور میشود. یک قصه دیگر از این کتاب میارم. میگه جناب اشرف علی طحانوی رحمت الله علیه، حضرت میگه در یکی از شهرها بودم، میگه و در بیت الخلا در آمدم، یعنی در گویم جای قضای حاجت در آمدم و بیرون دو نفر با هم حرف میزدن. میگه دو کسی از بیرون سخن میکردن، من سخن اونها به گوش من میرسید. جناب اشرف علی طحانوی میگه یکی میگفت که من فلانی را بیش از 100 بار گفتم نماز بخوان، اما گوش به حرفم نداد. یعنی چی میگفت؟ اینش و اینش میگفت فلانی را من 100 بار گفتم ای بچه بیا نمازات بخوان، بیا نمازات ترک نکن، لیکن گفت تماما به حرف من گوش نداد و نماز خواندن هم گفت به گردن نگرفت. من هم نصیحت کردن را ترک کردم. دیگه گفت نصیحت کردن را بس کردم، گفتم صدقه این نصیحت من شوی، دیگر مقصد این گپ برای تو حیف است، مقصد ترکش کردم، حوالش را بد خدا کردم. میگه نفر دوم سخن این مرده که گوش میکرد، میگه دومی گو وقتی که او کار بد و گناه را ترک نکرد، تو چرا نیکی کردن را ترک کردی؟ بسیار یک گپی با حکمت گفتن. گفتم برادر عزیز، تا زمانی که او گناه کردن را ترک نکرد، تو چرا نصیحت کردن را ترک کردی؟ یعنی این کار تو نادرست بود، این حرفی تو نادرسته که دیگر او را صدقه نصیحت من کند. 100 بار گفتی نشید، 200 بار بگو. یعنی چرا او گناه را ترک نکرد و تو نصیحت را ترک کردی؟ برادر عزیز، میگه از این سخن بسیار خوشم آمد. اشرف علی میگه بسیار خوشم آمد و از همینجا میگه یک خلاصه برآوردم از حرف همین دو آدم. چی؟ از این سخن میگه این مطلب به قلبم آمد، در ذهنم یک گپی آمد. تا زمانی که گناه از شما دور نشود، شما نیز استغفار را ترک نکنید. الله رحمت کنه. اشرف علی بسیار یک گپی زیبا گفتن از گپی این دو آدم در دل من یک سخن زیبا در آمد. تا زمانی که گناه از شما کندن نشود، ببینید چی میگه، شما هم میگه استغفر الله را ترک نکنید. برادر عزیز، تا زمانی که یعنی دست از گناه برداشتن نمیتانی، یا گفتی امروزه هر قدمت گناه هست، دست از استغفار نکن. هرگاه آلوده شدی، هرگاه گناه کردی، هرگاه لغزش کردی، حتما این کلمه ها هم هر روز باید چگونه گفتیم سحر و بیگاه از تو گفته شود.
امروز جمعه هست، یکی از بهترین روزهای خداوند. روز جمعه هدیه‌ای است از جانب پروردگار برای امت محمد صلی الله علیه و سلم. خداوند ما و شما را دوست داشته، هدیه خوبی برای ما و شما عطا فرموده. قدر نعمت جمعه را بدانیم. روز جمعه تنها برای نماز جمعه خوندن نیست، برای درد دل کردن هست، برای دور هم جمع شدن هست، برای به همدیگر سلام کردن هست، برای همدیگر را در خانه خدا در روز جمعه عفو کردن، بخشیدن، حلالی طلبیدن، حلال کردن، برای صله رحم کردن، برای توبه و استغفار کردن، برای صلوات و درود فرستادن صلی الله علیه و سلم. روز جمعه یعنی این. روز جمعه یعنی روز پیوند، روز به هم پرداختن، به هم نزدیک شدن، نه روز از هم فاصله گرفتن، از هم دور شدن، نه روز گناه و معصیت خدا. روز جمعه روز عید هفته هست. در روز عید باید خوشحالی واقعی تحقق پیدا بکند. همه از روز عید بهره‌مند بشن. فقیر احساس کمبود نکنه، ضعیف احساس ضعف نکنه، یتیم احساس بیپدری نکنه، برادر مسلمان احساس تنهایی و دوری نکنه. در جامعه اسلامی در روز جمعه و روز عید احساس بیمهری نشود. چه روز ارزشمندی خداوند برای ما قرار داده. آدمیزاده، اگر فرصتها رو غنیمت نشماریم هم زود پیر میشیم، هم زود مریض میشیم، هم زود ناتوان میشیم، هم زود عاجز میشیم، هم زود میمیریم. اینهایی که گفتم تو این آخر الزمان زود صورت میگیره. هم مردن، هم مریض شدن، هم پیر شدن، هم عاجز شدن. نگاه نکنید چقدر طب پیشرفت کرده. امروز بیماری با پیشرفت طب بیشتر شده. نگاه نکنید امروز چقدر مال و ثروت و معادن خودشو نشون داده. کمبودها بیشتر احساس می شود. نگاه نکنید که وسایل ارتباط جمعی و ارتباطاتی چقدر زیاد شده و سریع شده. قبلا یک چارپایی بود ولی مردم صله رحم بیشتر می کردن. امروز دو تا همسایه دیوار به دیوار وقت ندارن به زیارت همدیگر بروند. گرچه شهرهای با مسافت طولانی با ماشینهای خوب مثل همسایه دیوار به دیوار شده. ما در آخر الزمان قرار داریم. ایمانم در آخر الزمان اگر ایمان ضعیفی هم باشه مثل ایمان من بازم به درد میخوره. پیغمبر خدا گفتن روز قیامت خداوند با 4 نفر 4 گروه را متهم می سازد. 4 نفر 4 شخصیت قطعی و 4 پیغمبر 4 گروه را خداوند متهم می سازد. زبان کوتاه می گرداند. علی الاغنیا به سلیمان علیه السلام بایها را راست می کند. بایهایی که در دنیا نماز نخواندند و دولت و سولتشان سبب شد و اونها را نگذاشت که اونها نماز خدا را بخوانند، اینها را راست میکرد. از خداوند میپرسید است
چرا نماز نخواندی؟ این شخصی با دولتی که بی نماز از دنیا گذشته است میگفته است چی میگفته است؟ میگفته است پروردگارا ملکی زیاد داشتم، دولتی زیاد داشتم، بی نهایت دولتم هیچ حد و کنار نداشت، از این خاطر به حسابی امونها وابسته بودم، با دوادب امونها وابسته بودم، نماز نخواندم. پروردگار حضرت سلیمان میخیزاند، میگوید ای شخصیت، ای کور، ای ابله، تو مثل حضرت سلیمان مال داشتی؟ حضرت سلیمان چنان مالی داشت که اگر تمام طبقه های همین زمین اگر میخرید تا حال پول او رسنده بود، لیکن بازم این در ذکر خدا بود، در یاد خدا بود. این آدمی با دولت چی میشد است؟ متهم میشد است، زبان کوتاه میشد است. و علی العبید بیوسف علیه السلام، بنده ها، کسانی که خدمتگار آدم های با دولت هستند، غلام ها خیزانده می شوند. چرا نماز نخواندی؟ میگوید از پروردگار من غلام بودم، من به خودم سرور و مولا داشتم، من وقت نیافتم که عبادت کنم. حضرت یوسف پروردگار نزد این غلام حاضر میکند، میگوید یوسف هم غلام بود، در دست عبدالعزیز، در دست زلیخا این غلام بود، لیکن عبادت خدا را ترک نمی کرد. این بانه شما برای شما دستگیر نمی شود. و علی المرضى بی ایوب علیه السلام، آدمانی که در حالت بیماری نماز نمی خوانند بی نهایت زیاد است. اینها را وقتی خداوند زنده میگرداند و میپرسد چرا نماز نخواندی؟ میگوید پروردگار من بیمار بودم، من بیمار بودم، من نتوانستم از جای خود خیسته نمیتوانستم، پام کار نمیکرد، دستم کار نمیکرد، بدنم شق شده بود، فلج بودم، از این خاطر من نماز خوانده نتوانستم. پروردگار حضرت ایوب میارد، میگوید ایوب بیمار بود. راویای کتاب میگویند حضرت ایوب 18 سال بالای ریگ خواب بود، 18 سال بیمار بودن، از جای خود خیسته نمیتونستند. لیکن بازم این دعا میکردم پروردگارا تمام بدن من اگر درمند باشد من راضی هستم بجز زبان من، خدایا زبان مرا بسته نگردان تا که در یاد تو باشم. 18 سال بار عائلش گفتی ایوب، گفت تو پیغمبر خدا هستی، دعای تو خدا میشنود، دعا نمیکنی که خدا به تو شفا دهد. حضرت ایوب گفتند ای زنک، گفتند چند سال راحت دیدم؟ گفتند 80 سال بالای راحت بودی. سال شد. گفت به خدا قسم، گفت من از پروردگار خود شرم دارم طلب شفا کنم تا زمانی که اگر 90 سال بیمار نشوم، تا اگر 80 سال بیمار به سوی خدا نشوم که راحتم و بیماریم برابر نشود، من از خداوند شرم دارم طلب شفا کنم. خداوند مریضها را میگوید شما مثل ایوب بیمار بودید. امروز اکثریت مردم ما در حالت بیماری نماز نمیخوانند، در بیمارخانه ها که بالکل نماز نمیخوانند. وقتی در این خیل حالت نماز فرض باشد، پس چی جای این سردرد و این فشار خون و این دامنه و دیگر کسل هایی که در ما و شماست. در بیمارخانه هم وظیفه همه ما و شما چی است؟ نماز فرض است. اگر چهره ما طرف قبله هم که نباشد، اگر روی ما اون طرف هم که باشد، اگر جایگاه خواب ما بی نماز باشد، اگر لباس بدن ما بی نماز هم که باشد، با اشاره باید نماز خوانیم در داخل بیمارخانه.
اگر کسی نباشد که به ما یاردم کند، اگر یاردمچی باشد با طریق اولا در گردن ما و شما نماز فرض است. اگر در این خیل صورت صاحب مسلک بگوید، کسی گوید که در این خیل حالت در گردن من نماز فرض است، وی کافر می شود بگوید، زیرا حکم خدا را چیکار کرده است و انکار کرده ایستاده است. با آدم های بیمار خداوند روز قیامت حضرت ایوب دلیل می کرده است که چرا نماز نخواندی؟ ایوب که بیمار بود نماز می خواند. و علی الفقراء به عیسی علیه السلام، لیکن آدمای فقیر، آدمایی که فقیر بودند، آدمایی که کم بغل بودند در دنیا، اینها وقتی که خیزانده می شوند و از اینها پرسیده می شود، اینها می گویند که ما پروردگارا گرسنه بودیم، فقیر بودیم، نادار بودیم، از سحر تا بیگاه در دکان نشستیم که یک سوم برای زندگی پیدا کنیم. خداوند حضرت عیسی را می آورده است، می گفته است حضرت عیسی چنان فقر داشتند، چنان کم بغلی بودند که از دنیا گذشتگی در هیچ اشیای زندگی از پسش میراث نماند. حتی یک کاسه از خاندان حضرت عیسی میراث نماند، هیچ چیز در زندگی نداشت. خداوند میگوید عیسی اینقدر فقیر بود، اینقدر نادار بود، لیکن نمازش میخواند. فقیرها را در اونجا با حضرت عیسی متهم میسازد. خداوند وقتی که بندگان همه در دشت محشر عاصی و مطیع، کافر و منافق و مؤمن همه به صف میشن، توسط فرشته خدا صدا میزند، امر میکند سجود. خداوند در دشت محشر همه متجلی شده، امر صادر میشه سجود، سجده بکنید. اونهایی که در دنیا با رضایت کامل و قناعت کامل خم می شدن، خودشونو به زمین مینداختن و میگفتن سبحان ربی الاعلا، همونطوری که در دنیا سجده میکردن در آخرت تا گفت سجود همه میافتن سجده میکنن. اما یه عده‌ای همینجور کمرشون یک دست شده، مفصلهای ستون فقرات کمرشون یک دست و یک تخته شده، خم نمیشه. منافقین و کفار هر کاری میکنن که وقتی گفت سجود سجده بکنن، هی یه مقداری خم میشه دوباره راست میشه، نمیتونه. یه عده‌ای سجده کردن اما اینها نمیتونن. یوم یدعون الی السجود، نمیتونن. دعوت به سجده میشن، نمیتونن خم بشن. شناخته میشن که اینها در دنیا تواضع و سجده برای خدا نداشتن. در همین اثنا مثل برق خداوند حساب و کتاب میکشه، همه عرضه میشن اعمالشون بر خداوند. مؤمنین ایستادن، امید رحم خدا دارن. کسی که در آخرت، کسی که در دنیا رحم نشود و تنها رحم خدا در دنیا دین خداست، کسی که با دین خدا و دستورات خدا و برنامه‌های خدا و عقیده و توحید و اعمال صالح در دنیا و خدمت به خلق خدا رحم نشد، انتظار رحم خدا در آخرت نداشته باشد. در همین اثنا که همه ایستادن، مؤمنین هم امید به رحم خدا دارن، یک دفعه از پشت سرشون یک دفتری یا کتابچی پرواز میکنه، از پشت سرش یا جلوش میاد تو دست راستش. همه ایستادن، یک دفعه تا چشم باز میکنه که اعمال نامش در دست راستشه. رب العزت الجلال هم متجلی شده و الملک علی ارجائها، جنس ملائکه اطراف آسمان همینجور حلقه زدن، چون آسمان ویران شده، زمین ویران شده، کوه ها متلاشی شده. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. تا احساس میکنه که دفتری تو دست راستش قرار گرفت، بلا فاصله فریاد میزنه فاما من اوتی کتابه بیمینه
فیقول ها اقرؤوا کتابیه، تا احساس کرد که اعمال نامش تو دست راستشه. از کجا آمد؟ از پشت سرش، از جلوش، از دست راستش، از هر طرف آمد تو دست راستش قرار گرفت. فریاد میزنه ای خلایق ها اقرؤوا کتابیه، متوجه من بشید. اینها تنبیه، توجه، التفاته. چرا به من توجه نمی کنید؟ اعمال نامه منو بخونید. من قبول شدم، رستگار شدم، خدا منو رحم کرد، از تقصیرات هم گذشت. ها اقرؤوا کتابیه. بعد استدلال میکنه انی ظننت انی ملاق حسابیه، چون من در دنیا که بودم گمان داشتم. این گمان به معنی یقینه. یقین داشتم که فردایی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست، عدل الهی هست، رب العزت و الجلال هست. در دنیا طغیانگر نشدم، سرکش نشدم، نافرمان نشدم، طوق عبودیت و بندگی رو از گردن در نیاوردم. من عبد تو هم، تو رب منی، هر کجا که باشم. ها اقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه. خداوند میگه اون در یک زندگی رضایتمندی است. وقتی که پیامبر مسجدش رو در مدینه شالوده گذاری میکرد، پیامبر خشتی رو به کول کشیده بود. حضرت حمزه متوجه شد که پیامبر خشتی رو به کول کشیده داره میاد. رفت به طرفش گفت یا رسول الله به من بده، تو داری کار میکنید. گفت منم میخوام رحم بشم با مشارکت در بنای خانه خدا. و یک رجزی به اونها، یک نشید به اونها یاد داده بود که همینطوری که دیوار و شالوده مسجد پیامبر رو در مدینه کار میکردن صلی الله علیه وسلم، با هم رجزخوانی میکردن. اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. خدایا هیچ زندگی رضایت بخشی نیست که هم خودمون راضی باشیم هم تو از ما خوشنود باشید، مگر زندگی آخرت که به آخرت وصل بشه. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب فاغفر للانصار والمهاجره. خدایا پس انصار و مهاجری که دست به دست هم دادن برای نصرت دین تو، به خاطر تحقق بخشیدن اخوت و برادری به خاطر خدا، من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. همه چیزمونو خدایی بکنیم، دوستیمونو خدایی بکنیم، تا هیچ موقع گله نکنیم. انسان سیر در تلاش میکنه یا به خاطر مال و منال و شهرت و تعریف و تقدیر مردمه، این خسته میشه، افسرده میشه اگه تعریفش نکردن، اگر به آرزوهاش نرسید، اگر حقوقش ندادن. یک عده‌ای به خاطر دلشون کار میکنن، اینا یک کمی بهترن، اما گروه سوم به خاطر خدا کار میکنن، به خاطر خدا دوست میدارن. براشون مهم نیست این لباسش بده چی باشه، این لباسش عربی باشه، این لباسش چی باشه. زنی از زنهای بهشتی را در روی زمین ببینید. همه کنجکاو شدن در روی زمین در دنیا زنی بهشتی. گفتن بله میخوام ببینیم. اشاره کرد گفت اون پیرزن سیاه پوست رو میبینید؟ میخوای کلاس بذارید؟ خیلی خوشگلید، خیلی خوش رنگید، خیلی خوش سیما هستید، خیلی خوش لباسید، خیلی خوشبو و معطر و خوش عطرید، خوش اصل و نسبید. در جامعه اشاره میکنن با سر انگشت پسر فلانی.
دیگه به رفقا گفتم که دوست دارید زنی از زنهای بهشتی رو در روی زمین ببینید؟ گفتم بله، نشونمان بده. گفت اون پیرزن سیاه پوست میبینید؟ گفتم بله. گفت همون. حالا رنگ سفیدت به دردت میخوره؟ حالا جیب پرت به دردت میخوره؟ حالا بلدینگات به دردت میخوره؟ اون پیرزن سیاه پوست رو نگاه بکنید. اون. گفتن چه کار میکردی این پیرزن؟ گفت که مبتلا شده بود به بیماری سر، تشنج. خیلی بیماری سختی است و مزمنی است و صعب العلاج است. یعنی وقتی بیهوش میشه قدرت بدن چند برابر میشه و این دندون ها وقتی رو هم میاد، هر چی ما بینش باشه اگر زبان این نرم یک تکه گوش باشه قیچی میکنه، دیگه نمیشه قفلش رو باز کرد. این پیرزن سیاه‌پوست مبتلا به بیماری سر بود. بعد از مدتی تحمل و صبر رفت پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم. خداوند منو مبتلا کرده، آزمایش کرده با بیماری سر. آمدم محضر تو. وقتی تشنج مرو میگیره خبرم نمیشه، مثل یک چوب خشک میفتم و وقتی که بیهوش میشم میفتم مثل یک چوب خشک. گوشی از عورتم مکشوف میشه. خوب دقت بکنید. گوشی از لباس هم مکشوف میشه میره بالا، یعنی ساق پاش. آمدم که برام دعا بکنید به درگاه خداوند تا خداوند منو شفا بده. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که خواسته این پیرزن سیاه پوست رو شنید گفت خواهرم من تو رو مخیر میکنم بین دو امر. انتخاب با خود شماست، یکی رو انتخاب کن. یا برات دعا میکنم که خدا شفات بده که بیماری سر ازت برطرف بشه، یا صبر بکن بر این بیماری سر به خاطر خدا در عوضش برات بهشت باشه. بدون این که فکر بکنه باشه یک نیم ساعتی به من فرصت بده من برام مشورت بکنم یا فکرامو بکنم بعد جواب بد میدم. گفت یا رسول الله صبر میکنم. در جا گفت یا رسول الله صبر میکنم. صبر بر چی میکنه؟ بر تشنج، بیماری سر. صبر میکنن، طاقت میکنن. گفت صبر میکنم. بهشت مال منه؟ گفت بهشت مال توست. گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یه خواهش دیگه، من به خاطر بیماریم صبر میکنم ولی یه دعا برام بکن. گفت برای چی؟ گفت دعا بکن وقتی من تشنج منو میگیره و بیهوش میشم که خداوند عورت منو بپوشونه. این ساق پام مکشوف نشه. گفت این یکی برات دعا میکنم. براش دعا کرد که عورتش. و بعد بهترین اسمهایی که صفت عبودیت داشته باشه، یعنی 99 تا اسم خدا اولش میاری عبدالله، عبدالکریم، عبدالستار، عبدالمنان، عبدالغفور، عبدالشکور، عبدالحسین، عبدالرسول. کاری به مذهب ندارم، تو شیعه و سنی هست. عبدالرسول کمی تو سنی ها. ما میخوایم یعنی از بندگان خدای خدا درست بکنیم.
همه پیامبران آمدن که به بندگان خدا بگن انا عبد الله واجتنبوا الطاغوت. هیچ عالمی حق نداره به مردم اجازه بده دستش ببوسن. باید این تمام بشه. قدسیت به این معنا نیست. احترام عالم دارید، محبت عالم دارید، دعای خیر میکنید، حمایت میکنید از عالم، اون بحث جداگانه است. عالم هم به تو خدمت داره میکنه، احترامش جای خودش، اما این که هم شدن فقط برای الله. الله اکبر، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلی و بحمده. این مال کسی دیگه نیست. مصافحه معانقه اشکال نداره، اما خم شدن ما اجازه نداریم. سروران، برادران و خواهران عزیز، شما که جمع شدید اینجا، جمع شدید کلام خدا را بشنوید، شناختمون نسبت به همه چیز داره بالا میره. هر چیزی میخوایم بخریم، هر چیزی میخوایم بسازیم، هر چیزی میخوایم بپوشیم، هر چیزی میخوایم بخوریم، اول سوال میکنیم بریم آمریکایی، بریم تایلندی، دست میزنیم چند نمونه برنج. وقتی فهمیدیم که جنس اعلاست، خوبه، کامله، دوام داره، اونو میخریم، هزینه میکنیم. تو پوشاک همچنین، تو همه چیز. چرا تو دینمون سوال نمیکنیم؟ هر بدعتی به ما خوراندن، هر بدعتی خرافاتی تحلیلمون دادن، ما اونو قبول میکنیم. عزیزی سوال کرده داماد رو از زیر قرآن رد کردن. نداریم تو فرهنگ دینی داماد رو از زیر قرآن رد کردن. یعنی چی؟ عروس و داماد میخوان برن تو خانه خودشون، گوسفندی رو جلو پاشون خون میکنن، پاشون میزنن تو خون گوسفند، بعد وارد خانه میشن. نداریم. گوشت اون گوسفند حرامه بخورید. گوسفندی که رو پای کسی خون میکنن، چه حاجی باشه. برو تو فرودگاه نگاه کن، تو فرودگاه نگاه کن، روی پای حاجی دارن خون میکنن، در صورتی که حاجی گفته لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. مگر اینکه معنی لبیک نمیفهمیده. گوسفندی اگر روی پای کسی خون بکنید، اون گوشت حرامه بخورید. و موضوع به حال النسک، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. قربانی، نذر، قسم، همش باید برای خدا باشه. بسم الله، الله اکبر. یکی از عادتهای کفار قریش این که گوسفند رو سنگهای جلو بت ذبح می‌کردن. حتی اگر بگه بسم الله الله اکبر، اون حرامه. اگر تو روستاهای شما، مناطق شما درخت مقدسی باشه که پارچه سبز به درخت میبندند و گوسفنداشون اونجا ذبح میکنن، قبری باشه، اسلام دین خالصه. چرا برای دینداری سوال نمیکنی؟ برای یه جاکت بخری چقدر سوال میکنی؟ دست به پارچهش میگیری، رنگش میگیری. فردا دلت به یه چیزی خوش بود، فصل زمستان بود، 10,000 تومان برای یه کاپشن دادیم، بعد آمدیم که زود پاره پاره شد، سرما نگه نداشت. دلت به 4 تا بدعت خوشه که من دارم عبادت میکنم، فردا رفتم اونجا گفتن اینا همه بدعت بودن، اینا به درد خودت میخوره. تو بحث تدینمون باید سوال بکنیم. حرف مخالفین رو نباید هرچی تو ماهواره ها و تو جاهای دیگه میشنوید که این تدینه، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. باید سوال بکنیم. خیلی چیزا میشنویم. دانشجوهای عزیزمون، دانش آموزای عزیزمون خیلی چیزا به خورد شما میدن، خیلی چیزا میشنوید. بحث عقیده شوخی نداره. باید سوال بکنید، باید برگردید. سوال خیلی خوبی بود. قرآن که برای از زیرش رد شدن نیست. خلاص تموم شد. قرآن بذاره کسی از زیرش رد بشه. توهین به قرآنه. قرآن
قرآن برای تلاوته و تلاوت برای فهمه و فهم برای عمله. سروران من، جوانای عزیز، باید یه فکری کرد. انشالله تو زمینه‌های مختلف من قول میدم که اگر شما 3 تا اسراف رو جلوش میگیرید، 3 تا اسراف، یکی اسراف عروسی، یکی اسراف عزاداری، یکی اسراف حج و عمره. من میخواستم مثالی بزنم برای قربان. یک کارتون به اندازه این یا بزرگتر، یک کارتون چسب بزنید، یه شیار ایجاد بکنید شکافی، روزی 500 تا 1 تومانی بندازید داخلش. بعد رو اون صندوق بنویسید صندوق قربانی خانواده فلان. سال چند روزه؟ 365 روز. روز 500 تومان، اصلا روز 1000 تومان، روز 1000 تومان. یه صندوق کارتونی، صندوق نمیخواد درست کنید، با کارتون چسب بزنید، یه شکاف ایجاد بکنید، روش بنویسید بالاش صندوق قربانی خانواده فلان. از همین فردا چه فردا 1000 تومان، پس فردا 1000 تومان، سر سال بشمارید، 2 روز قبل از قربانی بشمارید، 360,000 تومان توشه. 360,000 تومان یک کوچ 360,000 تومانی، بهترین کوچ، نه کوچ 200,000 تومانی. کوچ 100,000 تومانی هم هست، مثل پلنگ صورتیه دیگه، استخوان خالی، ولی یک کوچ 360,000 تومانی بهترین کوچ برای قربانی. باور بکنید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل از هر سخنی خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون راهی برای رشد و کمال و تعالی و ترقی و توانمندی جز راه شکر، راه دیگر وجود ندارد. خداوند رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، همه نعمتهای خداوند مفید هست، همه نعمتهای خداوند بی ضرر هست، چه مادی چه معنوی. همه نعمتهای خداوند سلامت و سعادت و توانمندی آفرین است. هدف خداوند از ایجاد نعمت برای بندگانش توانمندسازی بندگانش است. نعمت خداوند یک توان هست که به انسان توسط نعمت تزریق می شود. لئن شکرتم لأزیدنکم. اما خود نعمت منهای شکر و سپاسگزاری و قدرشناسی از خداوند یعنی بدبختی، یعنی ذلت، یعنی ضعف، یعنی خواری. ما باید از نعمتهای خداوند جهت توانمندی خودمون و در نتیجه جامعه‌ای که
به اون جامعه وابسته هستیم شکر استخراج بکنیم. شکر یعنی توان، یعنی قدرت پیروز شدن، یعنی عامل رشد و تعالی. شکر نعمت افزون کند، نه کثرت خود نعمت در پیرامون ما سبب توانمندی و رشد ما بشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا. وای بر کسانی که جمع میکنن و میشمارن و ذخیره میکنن و انفاق نمیکنن. انفاق یعنی شکر، یعنی تعامل حسن و نیکو با نعمت خدا، با نعمت مال. و خداوند بر 1 تومن 700 تومن وعده داده. الله یضاعف لمن یشاء. جامعه اسلامی کمبود قدرشناسی و شکرگزاری و سپاسگزاری از خداوند دارد. چیزی که جامعه اسلامی را به فلاکت رسانده، تویی بودن جامعه اسلامی امروز از شکر واقعی خداوند. چرا به کمال نمیرسیم؟ چون شکر رو در نعمت‌ها به کمال نمیرسانیم. و خداوند نگفته با نعمت کامل میشوی، گفته با شکر نعمت کامل میشوی. کمال در شکر نعمت هست، توانمندی در شکر نعمت هست. نعمت به اوج رسیده، اونقدر نعمت متنوع و مختلف و رنگارنگه، اونقدر نعمت زیاده که حد و حسابی ندارد. و یکی از نشانه‌های آخر زمان هست که هر چی معادن در زمین هست خودش رو رو میکنه. اما مشکل آخر زمان کمبود شکر هست. ناسپاسی و کفران و پایمال کردن نعمت و اسراف نعمت و به هدر دادن نعمت به اوج رسیده. و بعد دوست دارم که خداوند برکت نازل بکند. ما شکر نمی کنیم، همش به اسراف میگذرانیم، به ریخت و پاش میگذرانیم. چشم همچشمی ما را کور کرده. کسب شخصیت میکنیم از اسراف کردن، دلخرجی کردن، به هدر دادن نعمت. هویت برای خودمون پیدا میکنیم. این بی‌هویتی است. امروز در این سالن بسیار مبارک، در این شهر بسیار مبارک، در این جمع بسیار مبارک، نمونی از شکرگزاری خیرین مخلص و ربانی هست که طوق بندگی را از گردن در نیاوردن و مال را عامل فخر فروشی در دنیا بر خلق خدا قلمداد نکردن. مال که این نعمت ارزشمند برای به نمایش گذاشتن طهارت و عفت خرج کردن و انفاق کردن. این خیرین چقدر بزرگوارند و چقدر محظوظ و موفقند به توفیق خداوند که با همین مالی که می شود جامعه رو بی عفت‌تر، جامعه رو به هرج و مرج کشان، جامعه رو به بی عفتی و بی ناموسی و به شراب و زنا و عیاشی تبدیل کرد و جامعه رو دچار اعتیاد و ایدز کرد. با همین مال آمده‌اند جوانایی که اگر دستشون نگیرند شاید نه از روی اراده خودشون، از روی مجبوری
به فساد و تباهی کشانده بشوند، اینها می آیند با انفاق جزئی از مالشان عفت را برای 30 جوان ارزشمند که هر جوان یک سرمایه است برای امت اسلامی، با این مالشان عفت تقدیمشان میکنند و شرم و حیا و عفتشون رو حفظ میکنند. انجمن خیریه اهل سنت خمیر، برادرانی و خواهران مبارکی که نیت خیر شما و خدا ترسی شما و شعور انسان دوستی و مسلمان دوستی شما را وادار کرده که انجمن پرخیر و برکتی را به صد برسانید در این مملکت پرخیر و برکت، جمهوری اسلامی، و اینطوری بیاد تو صحنه و اینطوری کارهای فرهنگی را به نمایش بگذارید و تأییدی از جانب الله رب العزت و الجلال بگیرید. فرشتگان خداوند این محبت را محاصره کردند، فرشتگان خداوند تظاهر کردند، استحاق وجود آوردن بر این مجتمع و هر کدوم میخواهد بنویسد. چه بنویسد؟ از اعضای انجمن بنویسد، از خیرین محترم بنویسد، از مسئولین بنویسد، از خواهرها و برادرها بنویسد، از گروه سرود بنویسد، از این بچه‌های کوچیک معصوم بیگناه بنویسد، از کدوم یکی بنویسد؟ امشب چه گزارشی را میخواهد تقدیم رب العالمین بکند؟ اگر ما بخواهیم، اگر ما اراده بکنیم، اگر ما نیت خیر بکنیم، دروازه های کارهای خیر به روی ما باز می شود. من به همه شما تبریک میگویم. انجمن بدون حمایت مردم و خیرین و مسئولین و علمایی که منبر در اختیارشونه نمیتواند انجمنی پایدار باشد. نقش خواهرها چقدر در این جلسه و در این حرکت زیبا و خداپسندانه و انسان دوستانه چقدر واضح و آشکار است. مگر می شود بدون خواهر و بدون مادر و بدون زن انسان در جامعه مدنی موفق بشود، در کارهای اجتماعی موفق بشود، در تربیت فرزندان موفق بشود، در تحصیل کردن بچه ها موفق بشود، در باسواد کردن و عالم کردن و دانشمند کردن و سالم کردن بچه ها موفق بشود؟ محال است. و الحمدلله مردم ما عمومشان به این سطح فکر رسیدن، به این بیداری و آگاهی رسیدن که کارها باید جمعی صورت بگیرد. و اگر یک نفر علمدار کارهای خیر شد، همه حمایت میکنن جانانه. یکی با دعای خیرش اون پیرزن اون مادر و پدر سالخورده‌ای که رو سجاده نشسته نگه کاری از من ساخته نیست، دستش بلند بکنه بعد از نماز دعای خیر بکنه به اونهایی که قدم خیر برداشتن، اونهایی که نیت خیر کردن، اونهایی که حرف خیر میزنن، اونهایی که برای به نمایش گذاشتن خیر در جامعه هزینه میکنن و انفاق میکنند، دعای خیر میفرمایند. و کسانی که میتوانند همراه و همگام باشند. آموزش برای چیه؟ چرا ما دنبال اینیم که بدانیم؟ دانستن برای توانستن هست. چرا دنبال اینیم که بدانیم و بتوانیم؟ این سوال از خودتون کردید. دانستن برای توانستن هست. توانستن برای چی هست؟ توانستن برای زیستن. کسی که نمیدونه نمیتونه درست زیست داشته باشه، زندگی بکنه. پس ما داریم میدانیم که بتوانیم زندگی بکنیم. بدون دانستن نمیشه انسان توانمند شود. باید فرهنگمون رو بالا ببریم، مطالعه مفیدمون رو بالا ببریم. امروز دیگه سطح آموزش 7 ساله نیست، امروز 4 ساله است. این دو تا نونهال عزیزمون درس‌های بزرگی به ما دادن، تبریک‌های جانانه و زیبا گفتن، همه را به وجد آوردن. نونهال
4 ساله 5 ساله میاد بالا، میکروفون جلوش میگذارن، دعای خیر میکنه، آرزوی خوشبختی برای دو زوج جوان میکنه. چقدر بچه های ما مستعدن؟ اینجا معرفی کردن، تعدادی از خیلی رو نام بردن، تشویقشون کردن، هیچ اشکالی ندارد. این جنبه شهرت و ریا ندارد. خداوند میفرمایند و اما به نعمت ربک فحدث، خیری احتراز نکنه، امتناع نکنه که نامش برده نشه. و اما به نعمت ربک فحدث. عبدالله بن عباس پسر عموی رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمودند من بهترین مفسر قرآنم تا دیگران بدانند که چه نعمتی در اختیارشه. اگر کسی خیلی دارد فریاد بزند، شرط نیست که هر فریادی ریا باشد، خودنمایی باشد. ما چیزی به اسم سبقت داریم، مسابقه داریم در کارهای خیر. فاستبقوا الخیرات، سابقوا الی مغفرة من ربکم. مسابقه میگیریم با هم دیگه. تو یک مجلس نیم ساعتی که من نشسته بودم اینجا، تو نیم ساعت چقدر خواهرها و برادران رقابت سالم با هم داشتن. و این را بدانید که مراسم بعدی آمار خیلی بیشتر می شود. خواهر این گوشه نشسته، این خواهر اعلام کردن برادری فلان خیلی انفاق کرد، خوشحال کرد جمع. از ما هم برمیاد، ما هم اعلام بکنیم تا از قافله عقب نمونیم. اون برادر اونجا نشسته، اون خواهر اونجا نشسته. چرا من نتونم کار خیر انجام بدم؟ چرا من نتونم هدیه بدم؟ از دوستان برگی بودی. شما میدونید که لبخند زدن یک صدقه است و یک سرمایه است. عمر یک لبخند کمتر از یک ثانیه است، ولی ماندگاری یک لبخند و نیرویی که تزریق میکنه به طرف مقابلی که لبخندش میزنید یک عمر است. یه لبخند یک ثانیه کمتر وقت نمیگیره، لبتو بلند کنید بذاره رو هم دیگه، ولی آثارش یک عمر میماند. اینجاست که پیامبر میگه دریغ نکنید از هم دیگه. لبخندهای زیبا که شاد آفرینه، نشاط آفرینه، امید آفرینه، غمزدایی میکند، ناامید امیدوار میکند که تنها نیست، برادری هست که دوستش داره، لبخند میزنه. وقت خیلی محدوده. من میخوام که بگم من میتونم از شما تشکر بکنم. من از خدا خواهش میکنم که از شما تشکر بکنه. چیزی که میتونم تشکر بکنم اینه که از خدا التماس بکنم، خدای از این بندگانی که تشکر بکن، هر طوری که خودت میتونی تشکر بکن، در دنیا سفیرشون بکن، در آخرت خاتمه به خیرشون بکن، هر بنده اعمالشون در دست راستشون قرار بده، چون هایی که نامشون خوندن و چون هایی که نامشون نخوندن. خدایا اگر نامشون معرفی نشون اینجا، تو اونها رو میشناسید، اگر محمد صالح فردول و امثالشون اونها رو نمیشناسن. خیر راهشو به صاحبش میبرد. تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. چند تا حدیث زیبا هست، همه احادیث زیباست، همه آلاده. دیدگاه پیامبر به انسانها چیه؟ حدیث براتون میکنم. در عرض 5 دقیقه من عرایزم خاطره میدم، چون برنامه های مفید دیگری هست. تنوع در برنامه خودش جذابیت میاره. دیدگاه پیامبر و تصورش نسبت به انسانها چیه؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند الناس معادن. شنیدی بودید که پیامبر درباره شما صلی الله علیه و سلم اینطوری تصور داره؟ الناس معادن. دیگه انسانها چون معدنها هستند، که معادن الذهب و الفضه، مثل معدنهای طلا و نقره. از معدن طلا استخراج میشه، از معدن نقره استخراج میشه. میگه انسان ها چون معدن های از طلا و نقره هستن. هر انسانی یک معدن هست، یک پروژه نیست. اگر بگیم هر انسانی یک پروژه است، توهین به انسانیت کردیم. هر انسانی هر ثانیه عمرش یک پروژه است. هر انسانی یک معدن خیره. وقتی انسان خیر میشه، وقتی انسان نیت خیر میکنه، وقتی انسان به راه خدا هدایت میشه، هر ثانیه عمرش یک خیر تولید میشه. از چشم و گوش و نگاه و دست و زبان و پا و درم و درهمش و کرمش و قلمش و حرکتش و تفکر و اندیشش و نیت خیرش
از هر ساله عمرش یک پروژه خیر تولید می شود. اونهایی که با خدا آشتی کردن و در راه خدا آمدن، هر کدومشون معدنهای خیر بودن، حالا چه عالم دین بوده و چه تاجر سیمان فروش بوده، چه استاد دانشگاه بوده و چه روزنگر شهرداری بوده، چه شهردار بوده، چه فرماندار بوده، چه مسئول بوده، چه فرد عادی بوده. بلال چه فردی بود؟ ابوبکر بزرگ قریش بود. بلال چه فردی بود؟ حضرت عمر رضی الله عنه درباره ابوبکر و بلال رضی الله عنهم اجمعین می‌فرمایند ابوبکر سیدنا اعتق بلالا سیدنا. ابوبکر آقای ماست، آمد بلال که آقای ماست و تاج سر ماست اون را آزاد کرد. همه آقای همه. حضرت علی چی می‌فرماید رضی الله عنه؟ میگه خیلی در ما نیست اگر به هم دیگه نصیحت نکنیم و خیلی در ما نیست اگر این کلمه نصیحت را از همدیگر نشنویم. حضرت علی با اون مقامش میگه کسی اگر باشه که به من نصیحت بکنه خیر در جامعه ما هست. خدا روز نیاره کسی نباشه که علی رو نصیحت بکنه. من تو چی باید بگیم؟ با این ضعف ایمانمون بازم از نصیحت بدمون میاد. اگر کسی رو ما گفت اتق الله از خدا بترس، دمون بر میخوره. دیگه من چیکار کردم که از خدا بترسم؟ اگر من کاری بکنید همه خلاف بکنید از خدا بترسید. اصلا من تو 100% قبول داریم که خدا این نماز ما رو کامل کرده و از ما پذیرفته است. حالا مطمئنیم که خاتمه بخیر میشیم. التماس خدا بکنیم، دست کسی ببوسیم که به ما نصیحت میکنه. حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند من علمنی حرفا سیدنا عبدا، کسی که یک حرف مفید یاد من بده به من خدمتگزار او میشم. اونها چه شخصیت‌هایی بودن که ملائکه های خداوند دست قدم به سیبشون بسته بودن جلوشون، بر خدا قسم میخوردن، خداوند قسمشون را روا میکرد، دست بلند میکردن در جا استجابت نازل میشد. من و تو چقدر مطمئنیم؟ اونها چقدر خودشون نیازمند خدا میدونستن. امروز دختر مسلمان به دانشگاه میره خودش از حجاب بی نیاز میدونه، بیاد مسخره از مادر بزرگش میکنه چون 2 کلاس سواد داره. امروز اگر وضع جیب کسی خوب شد، قبلا ضعف مالی داشت، یه تابلوی زد، یه دفتری راه اندازی کرد، دیگه منکر خدا میشه. دیگه زکات من بدم با زور بازی خودم و تفکر اقتصادی اما آمدن این اقتصاد رو به هم زدم، این مال رو به هم زدم، بیام زکات بدم. الناس و معادن، انسان ها چون معدن های طلا و نقره هستند. توسعه روابط اجتماعی توسعه اقتصادی به همراه دارد. مفید باشد فردایی نباشد، دوست بداشد فردایی نباشد. این جلسه خیلی جلسه مبارکیه. من از همه تشکر میکنم و از خداوند میخواهم که به همه شما، همه کسانی که دستن در کار این برنامه پر خیر و برکت بوده، به این کار فرهنگی بزرگ و این انقلاب فرهنگی در بندر خمیر رو اندازی کردن، جزای خیر عنایت بفرمایند و خداوند در قدم‌های بعدی اونها را موفق‌تر و مستحکم‌تر بگرداند و خداوند در همه کارها هر عزیزی که نیت خیر میکنه خاتمه به خیر بگرداند. از همه شما التماس دعای خیر داریم. برای این 30 زوج جوان هم آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که در کنار این گل‌ها و این سکه ها و این دوازر صوتی و تلویزیون و فلان، خداوندم به اونها یک هدیه ارزشمند عنایت بفرماید. خداوند برکت این جمع شرم و حیا و عفت و طهارت این 30 زوج جوان را حفظ بفرماید، به عنوان یک سرمایه در زندگی شد باشه، شرم و حیا و عفت. و خداوند ثمره این ازدواج که این همه برادر و خواهر آمین میگوید بر دعای خیری که برای ایشان میشود، اولاد سالم، صالح، مصلح و عالم و مفید و دانشمندی که جامعه انسانی و اسلامی را پر از علم و تقوا و صلح و صفا و آرامش و ایمان و اخلاق و تقوا بکنند. همه بگید آمین. جزاکم الله خیر. خداوند را پروردگارا این جمعی که برای حمایت از کار خیر حضور یافته، خدایا در همه کارها این جمع را خاتمه به خیر بگردان. پروردگارا هر مشکلی این جمع دارد به برکت حضورش در این جمع خداپسندانه
معنی نداره. علما میگن انسان عاشق از 4 چیز معشوقش خسته نمیشه و سیر نمیشه. یکی از نگاه کردن به صورت کسی که واقعا جانانه خاطرخواهشه و دوستش داره. درسته؟ چیز طبیعیه دیگه. شما وقتی به نماز می‌ایستید میگید اینی وجهت وجهی، خدایا من صورتم، و منظور اینجا صورت دلته، چهره دلته. خدایا من چهره دلمو مقابل تو قرار دادم. ما با این صورت فقط در مقابل خدا نیستادیم. قبله یعنی در مقابل رب العزت و الجلال ایستادن. این دعای استفتاح خیلی زیباست. من با صورت دلم در مقابل تو ایستادم. تفسیر دلم نیست تماشای تو زیباست. تو خیلی زیبایی، تو خیلی دوست داشتنی هستی، تو خیلی بزرگی، تو خیلی دلربا هستی. اینطوری با خدا حرف بزن، گپ خودمونی بزن. قرار نشده همه عبدالستار دعا بخونه به عربی ما بگیم آمین. دعای خیلی خوبی میخونه. قرار نشده همه دیگران حرف ما را از طرف شما به خدا بزنن. الله که نیاز به واسطه نداره. خیلی خودمونی حرف بزن با الله. بهش بگو اگه تو منو قبول نکنی کجا برم. اینطوری حرف بزن. تو خدای منی، تو رب العالمینی، من که کسی دیگه ندارم. من پناه آوردم این نصف شب به خانه تو، خانه امید من اینجا. تو هم رب منید، منم بنده تو هم. حالا یک زمانم اشتباهی کردم، دوباره فهمیدم که راه فقط همین راهه. در درگاه ما دل را یک گله کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، اگر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. اینطوری حرف بزن. خدایا آمرزیدن مطیعان چه کار است؟ اگه همه آدمای خوب تو بیامرزی و تحویل بگیری چه کاری آخه؟ و کرمی که به ما گناهکاران نرسد چه مقدار است؟ اگر کرم تو و سخاوت تو و رحمت تو و بخشش تو در حد انسانهای خوب باشه، این خیلی ناچیزه. خدای نگاه به بدی ما مکن، ما بد کردیم. نگاه به خوبی خودت بکن. تو خوبی، تو که بدی نمی کنی، تو که عقده‌ای نیستید. حالا ما اشتباه کردیم، ما بد کردیم، الان هم داریم معذرت خواهی میکنیم دیگه. اگه شهوت تو در ما گذاشتیم، اگه غفلت هست دیگه، شهوت خدا گذاشته، فراموش خدا گذاشته. ولی ما الان یه تلنگری بر ما وارد شده تو این ماه مبارک رمضان، یه بیداری ایجاد شده. تا بیدار شدیم آمدیم در خانه تو، سبحان الله، رای دیگه نرفتیم. الله هم تعصب داره نسبت به بندگانش، خیلی تعصب داره. الله به ابلیس گفته تو 1 سال، 2 سال، 30 سال، 40 سال بندگان منو گمراه میکنید، فکر میکنید که به قول زنجیر کشیدید، دیگه مطیعتان مال تو هم از من گرفتید، ولی من یه داغی بر دلت میذارم. بعد از 40 سال 50 سال که این بنده منو شکار کردید، در قبضه خودت گرفتی، یه لحظه یه جرقه براش ایجاد میکنم، یه توبه نصیبش میکنم، تلاش 50 سالت رو بر باد میدم. من اجازه نمیدم بندگانمو ازم بگیرید. الله غیرت داره، تعصب داره نسبت به بندگانش. این تعصب خدا نسبت به بندگانش و مهرورزیش. خدای نگاه به خطاهای ما مکن.
به اشتباه های ما مکن، به گناه های ما مکن، نگاه به اون رحمت بیکران خودت بکن که از خشمت سبقت گرفته. سبحان الله. یک قطره رحمت تو میتونه گناه 100 ساله ما رو برباد بده، ذره ذره بکنه، بسوزونه. این توبه واقعا یک واژه خیلی عالیه. توبه زیباترین واژه در لغتنامه ها توبه هست. توبه یعنی امید، یعنی امید به زندگی، یعنی حیات دوباره، یعنی تولد دوباره، یعنی خود را پیدا کردن، هویت بخشیدن دوباره. امشب یک کتابی میخوندم از شیخ دکتر عائض القرنی، متفکر، شخصیت بزرگیه. کتاب درباره امیدواریه. انسان باید امیدوار باشه به رحمت رب العالمین. نگو من خیلی گناه کردم، نجس شدم، آلوده شدم. 2 نفر حق ندارن این حرفو بزنن. یکی خودت حق نداری به خودت بگی من دیگه نجس شدم، پلید شدم، خدا منو نمیبخشه. حرام کسی بندی از بندگان خدا به خودش این حرفو بزنه. حرام، ممنوعه. نفر دومم کسی حق نداره به کسی بگه من حق ندارم به تو بگم. اگر یک مستک سکرانی تو کوچی دیدم که عربده داره میکشه، حق ندارم ای نجس پلید پست، خدا تو رو نمیبخشه. هر لحظه احتمال داره اون فردا توبه بکنه، من برم جای اون بیاد جای من. این جرأت رو به خودتون ندید که به کسی با 4 رکعت نمازت بگی خدا فلانی رو نمیبخشه، حتی که همیشه سکرانه. اگه دوستش دارید تلاش بکن که اونو نجات بدید، ولی قضاوت حق تو نیست، اونو نمیبخشه. تو چی کاره هستی تو رحمت خدا؟ اینقدر شرابخوارا و عیاشا و هنرپیشه ها و خواننده هایی که یک عمر عیاشی کردن آمدن شخصیت های بزرگی و دعوتگران و مصلحان بزرگی شدن. خیلی از اون مغرور نماها به عبادت های که داشتن مغرور شدن، با عبادتشون درباره بندگان خدا قضاوت کردن، رفتن جای اونا، منحرف شدن. کی میدونه فردا چی میشه؟ اونی که داره عبادت میکنه باید گریه بکنه خدای قبول بکن، منو ثابت قدم بکن. علما میگن تواضع و گریه و زاری با گناه خیلی بهتر از تکبر و خودخواهی با عبادت. این در بازه، برای همه بازه. اینجا خانه خداست، خانه من نیست که تو رو اجازه بدم دیگر رو اجازه ندم. کسی حق نداره چپ چپ به کسی نگاه بکنه. بعضی موقع اگر یه برادری احتیاط داره یا یه وقتی دیدی بشه پیکی زده یا کاری کرده تو صف نماز ایستاده، چپ چپ بهش نگاه میکنن. این اینجا چی میخواد؟ این معتاد آمده اینجا چه کار کرده؟ چی میخواد اینجا؟ حتما آمده تو مسجد کفشی بدوزه، دمپایی بدوزه، فلان. چرا اینطوری فکر میکنید؟ این آمده اینجا چی میخواد؟ یکی از سردسته های بزرگ راهزنان، اگر اشتباه نکنم عیال، یه زمانی رفته بود شب روی دیواری که بپره تو خانه. سبحان الله. رو دیوار منتظر بود که بپره تو خانه. یک دفعه صدای آیی از داخل خانه شنید که صاحب خانه شب به نماز ایستاده بود. زمانی که این رفته بود چه؟ اون خانه رو بزنه. قدیم خود دیگه برقی نبوده، سر صدایی نبوده، خلوت. رو دیوار نشسته بود که بپره. یک دفعه صدای آیه شنید که بعد از سوره هم اون صاحب خانه داره میخونه الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقتش نرسیده کسانی که مؤمنن، مسلمانن، بر بگردن و دلهاشون بتپه و بلرزه برای خدا؟ وقتش نرسیده؟ هی میخواست بپره، دوباره اون آیه تکرار میکرد. سبحان الله. نمیفهمید که دزد آمده. اون نماز بخوند، برای هرشدش بود، نماز شب میخوند. و بار سوم 2-3 بار که تکرار کرد، بار سوم گفت بله. اون دزده که رو دیوار بود گفت بله وقتش رسیده که ایاز توبه بکنه و برگرده به سوی خدا. به جایی که بپره به داخل خانه، پرید به بیرون خانه و مسیرش عوض شد و یکی از قضات بزرگ و شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام شد. یک راهزن. انسان نباید ناامید بشه.
امیدتون نباید از دست بدید. این کتاب ناامیدی عائض القرنی حتما بخونید، داستان‌های خیلی ارزشمندی درش از واقعیت‌ها و از صحابه و از پیامبران و شخصیت‌ها درش بیان میکنه. میگه کشتی تو بیابانی میرفت، تو صحرا ببخشید تو دریا میرفت، هوا طوفانی شد، کشتی غرق شد. شخصی در تلاطم امواج همجور گاه وقتی میرفت زیر آب، گاه وقتی میآمد بالا، تا اینکه نجات پیدا کرد به ساحل، توی یک جزیره غیر متروکه غیر مسکونی. وقتی که تو اون جزیره قرار گرفت از خود بیخود شد. یک دفعه چه؟ بعد از چند ساعتی که به هوش آمد، دو زانو نشست، دست بلند کرد، دعا کرد خدایا منو نجات بده. تو این جزیره دور افتاده غیر متروکه غیر مسکونی دعا کرد و تلاش کرد، امیدش از دست نداد. تا اینکه چند مدت گذشت، گفت امروز یه چیز پخته‌ای بخورم، آتش روشن کرد و همین اطراف میگشت. یک دفعه دید که کلبه داره میسوزه. کل اون غذاش و کلبه و جایی برای مسکنش بود و آرامشش بود همه ویران شد. اینجا خیلی نگران شد، دست بلند کرد بارالله، حالا تو این جزیره مدروکه کلبی داشتم همونم سوخت، این چه امتحانیه فلان، و بالاخره شروع کرد به گریه و زاری. در همین اثنا خوابش برد. بعد از اینکه گریه و زاری کرد، یک دفعه دل حاضر کرد، چشمش باز کرد که یک کشتی در افق داره میاد. آمد نزدیک ساحل، قایقی فرستاد. قایق که آمد گفت شما برای چی آمدید؟ گفتیم آمدیم شما را نجات بدیم. گفت از کجا فهمیدید که من اینجا تنهام، کسی ندارم، نیاز به نجات دارم؟ گفت همین کلبه، همین دودی که به آسمان ما رد می شدیم، مسیرمون رای دیگه بود، دودی دیدیم تو این جزیره، فکر کردیم که کسی نیاز به نجات داره، به هوای این دود آمدیم، تو رو پیدا کردیم. تعجب کرد چطوری فهمیدی من اینجام؟ بعضی موقع سختی های تو زندگی ما و شما پیش میاد، ناامید میشیم، قضاوت میکنیم درباره خداوند. خدا کلبش سوزان که دود به آسمان بره، کشتی که تو مسیر دیگه داره میره، این دودو میبینه، میاد نجاتش میده. اون موقع ناراحت بود که چرا کلبش سوخته. واقعا اون لحظه‌ای که دیگه نفست کم آوردید، دیگه به گفته خودمون بریدید، نفس کم آورده تو زندگی، ناامید نباش. یه سختی، یه چیزی پیش میاد، یه چیز دیگه بهت میده خداوند، یه چیز ازت میگیره، یه چیز دیگه بهت میده. خب نماز وتر رو میخونیم. بعد از نماز وتر چون وقت هست، به مدت 10 دقیقه اونایی که دوست دارن بعد از نماز وتر و دعا بنشینن. اون 10 دقیقه ساعتهای خلوته. هر کسی دوست داره به زبان فارسی، به زبان خودش، کردی، بلوچی، ترکی، به هر زبانی که دوست داره با الله گپ بزنه، فکر بکنه خودش تنها تو خانه خداست، کسی هم واسطه نداره، وقتم برای سحری زیاد. این 10 دقیقه دیشب تصمیم گرفتیم با مشورت دوستان، پیشنهاد شیخ ماجد، 10 دقیقه بعد از نماز وتر میشینیم. ما هر کسی خلوت میکنه با خودش و خدا، راز و نیاز داره، به زبان فارسی میخواد دعا بکنه برای خودش، برای خانوادهش، برای دوستانش. چون خداوند گفته در وصف مؤمنین و بالاسحار هم یستغفرون، در وقت سحر این مؤمنین واقعی هستن که مشغول استغفارن، ذکرن، تسبیحات هستن. جزاکم الله خیر، موفق و مؤید سربلند باشید. که خدا ازش حمایت میکنه و گفته بر من واجب نصرتش بکنم و اگر فقیر باشه از فضل خودم اونو غنی میکنم. کسی که به خاطر حفظ عفتش به ازدواج پناه ببره،
پناه بردن به ازدواج یعنی پناه بردن به خدا. میتونه زنا بکنه، میتونه آلوده به فحشا بشه، هی به خودش فشار میاره، میره پیش عالمی سوال میکنه، میگه شهوت بر من فشار میاره، مهریه سنگینه، خرج و مخارج عروسی هم سنگینه، چه کار کنم؟ میگه پنجشنبه دوشنبه روزه بگیر. حدیثه. تا کی باید روزه بگیره؟ باید یه فکری براش کرد. بزرگترها آستین بالا بزنن. دوست نداری جوانانتون عفیف باشن؟ من اگر امروز پول دادم پسر همسایم چند سال مسکین میخواد داماد بشه نمیتونه، اگر من پول دادم که این پسر همسایه من به عفت برسه، دختر من در امانه، دختر خودمو پول دادم میدم به پسر همسایه که داماد بشه، به دختر همسایه که عروس بشه، به خاطر که من همسایه اینم. اگر این جوان نتونه داماد بشه و بره دنبال بی عفتی، بچه های من در خطرن، اون تبدیل به گرگ میشه. نه کن چقدر کمک میکنیم به هم. یعنی در حقیقت وقتی تو میاری 1,000,000 یا 500,000 تومان به پسر همسایه میدی که داماد بشه و علاقه داره که داماد بشه، ازدواج بکنه، در حقیقت به دختر و پسر خودت امنیت دادی، عفت دادی، سلامتی دادی. ولی خیلی ها اینطوری فکر نمیکنن. من خودم زحمت بکشم پول بدم به پسر فلانی که داماد بشه. مشکل ما تو همینه. اگر بچه همسایت یتیم ضعیف استعداد داره، پول بهش بدی بره دانشگاه، تو افتخار نمی کنی که بچه همسایت دکتر و مهندسه؟ یعنی تو همسایه یک دکتر و مهندسید. آدم همسایه جاهل باشه یا همسایه یک دکتر و مهندس باشه، بعدم چه دکتر و مهندسی، کسی که خودت اونو تربیت کردی با امکاناتی که خدا به داده اونو دکتر و مهندس کردی، لذت نمیبری؟ یه نفر عالم معلمه، کلاس درس میره، بچه ها رو علم یاد میده، ولی یه نفر عالم نیست، تاجره. همون کاری که معلم میکنه تاجر هم میتونه انجام بده. خداوند گفته اگر کسی بخواد به ازدواج پناه ببره، یعنی به من پناه ببره، اگر فقیر باشه من از فضل خودم اونو غنی میکنم. بر بگردیم به تازه دامادمان رحم بکنیم. واقعا اینا مستجاب الدعا هستن. خدا گفته اگر کسی بخواد زن بگیره من ازش حمایت بکنم، حمایت میکنم، بر من واجبه. به این حدیث توجه بکنید. یعنی کسی که پناه به خدا آورده، ازدواج یعنی پناه به خدا آوردن. دید من و تو نسبت به زن چیه؟ بعضی مردا فکر میکنن که زنها کنیزشونن، باید 24 ساعت تو آشپزخانه و تو حمام لباسشون بشورن، لباسو تو بکنن، جارو بزنن، فلان بکنن و غذا بپزن و پوست سیب زمینی و پیاز بزنن و لباس مردو تو بکنن، یا دستشویی بشورن. معذرت میخوام. زن میدونه چه جایگاهی داره. زن آمده که مرد و مانع بشه که زنا نکنه. یعنی زن آمده تو زندگی مرد که به مرد کمک بکنه که مرد عفتش مصادره نشه. بزرگترین کمک زن آدم به مردش میکنه و بزرگترین کمک مرد به زنش میکنه. همطوری که زن کمک میکنه که مردش آلوده نشه، زنا نکنه، مردم کمک به همسرش میکنه. یک نکته اینجا باید بزرگترها توجه بکنند. باید زن رو به پسرتون تحمیل نکنید. خیلی ها زن گرفتن ولی دنبال فساد هم هستن. چرا؟ به خاطر که زن به خاطر باباش گرفته، زن به خاطر مادرش گرفته، گفته اگر حتما با دختر خالت ازدواج نکردیش گیرم برای حرام. خب من نمیخوام، دختر خالم دختر خوبیه ولی دل من نمیخواد. من یه دختر خوبی دیگه که دختر همسایه است میخوام، یه کمی دورتره. اما اگر پسرت گفت که یا دخترت که دنبال یه لات بی سر بی پای، یا اصلا نه تقوایی، نه آبرویی، نه انسانیتی، نه اسلامی، نه هیچ، اون یه بحث جداگانه است. ولی اگر واقعا پسر و دخترت
مرد و زن زندگیشون رو انتخاب کردن، هم خوبه، هم با تقواست، هم متواضع، هم سالمه، هم تحصیل کرده است، هم محجبه است. حالا به صرف این که دختر خالش نیست نباید مخالفت بکنی، نه نباید از قوم خویش دور برید. تو بعضی مناطق دیگه میگن پاسالار رو نمیدونم رئیس و سید و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اعتبار به تقواست. ولی دل دخترت و پسرت باید چه بخواد اون مرد، اگر نخواد مثل غذایی است که اشتها نداره، به زور میخوای بخورونی بود. ازدواج لباس نیست که اینو بکنه بندازه بیرون. کسانی بودن که به زور بهشون دادن، بعد از 4 تا بچه از هم جدا شدن، دوباره به همون عشق اولشون برگشتن، بعد از 4 تا بچه بزرگ کردن. پس خواستنم یه قضیه است که اسلام بهش توجه داره، بی توجه نباشیم. پس دومین نفری که خداوند گفته ازش حمایت میکنم جوانی است که رو به ازدواج می آورد. اینا مستجاب الدعا هستند، واقعا دنبال طهارت و پاکی هستند. ما باید کاری بکنیم که دوباره اون اعتبار جوانامون رو بر بگرده. میدونی کلمه مستجاب الدعا چقدر کلمه این فرهنگ اصیل اسلامی در عالم اسلامی است که امروز چیزی ازش نمانده. دید جامعه نسبت به تازه دامادا و تازه عروسا واقعا دید بدی شده. برگردیم به تاریخمون، برگردیم به اصلمون، به اصالتمون، به فرهنگمون که چقدر اصیله، چه دیدی داره واقعا و چه احترامی قائل برای جوانا. چرا جوانای ما مستجاب الدعا نباشن؟ چرا پاک نباشن؟ چرا مورد حمایت خدا واقع نشن؟ چرا سلام و درود ملائکه بر اونها نباشه؟ دست به دست هم بدیم. این مراسم هیچ آفتی نداره. آفتش اینه که ما تشخیص ندادیم که این مراسم خوبه. اگر این منطقه بین خونش ها اینجا فیشور و این معلچه و این روستاها الحمدلله هم خیر دارن، میتونن عروسی های جمعی بزرگی تو مناطق مختلف هم برگزار بکنن، همه با هم هماهنگ فراخوان بزنن، هر سال 3 بار، هر 4 ماه عروسی جمعی از کل منطقه ثبت نام بکنن، با شکوه توی یک میدان وسیعی برگزار بشه، علمای منطقه دعوت بشن، مسئولین دعوت بشن. واقعا چیزه چقدر الفت و محبت. یعنی توی این عروسی گله‌دار بین 42 طایفه الفت شد. 42 طایفه. اگر کسی با کسی مشکل داشت، اگر کسی حرفش شده بود با کسی، اگر کسی با هم پشت رو بودن، قهر کرده بودن رو سر مسائلی، تو اون جمع دیگه در کنار هم نشستن. 42 طایفه دست. و وقتی که این جمعیت راه باز شد، یک دامادی پیش همه حرکت میکرد، 1 نفر و 21 نفر دنبالش، توی همین جمع می آمدن با عزت و احترام. بزرگان قوم همه دست داماداشون گرفته بودن. چقدر صفا داشت. انشالله قطعا شاید کوتاهی از ما بوده که بالاخره این فرهنگ رو انتقال ندادیم، ولی از این به بعد انشالله چه بزرگان این منطقه از علما گرفته تا شورا تا امام جمعه تا همه دست به دست هم بدن، انشالله مراسم جمعی برگزار بکنن. و بدونید توسعه در یک جامعه همیشه به مغزهای توسعه یافته است. وقتی میخوان نمره بدن به یک روستایی، تحصیل کردگان و علما و خیرین و شخصیت‌های بزرگشون و مصلحان اجتماعیشون رو میشمارن، نه اینکه تعداد نفوسشون چقدره، چند تا خونه مجلل تو اون روستا هست. پس به شهری میگن شهر بزرگ، روستای بزرگ که افراد بزرگ، مغزهای بزرگ، تفکرات و اندیشه های بزرگ، خیرین و مصلحان و عالمان بزرگ داشته باشن که برای جامعه اسلامی دارن تلاش میکنن. خب موفق و مایت باشید. اسلام و تقویت اسلام دعا کرد برای هدایت حضرت عمر رضی الله عنه. حضرت عمر شخصیت بزرگی در جاهلیت بود، در قریش بود، قدرتی بود،
پیامبر دعا کرد خدایا اسلام را عزیز بگردان، قدرت ببخش، قوت ببخش، پیروز بگردان با اسلام و هدایت عمر بن الخطاب. دعا مستجاب شد، عمر مسلمان شد و از اسلام عمر مملکت ما و مملکت روم و دنیا مسلمان شد. چرا دعای خیر نمی کنیم؟ چرا دعای هدایت نمی کنیم؟ چرا همه عادت کردیم نفرین بکنیم حتی به فرزندانمون؟ اگر بچه شیطنت کرد تو خونه، مادرش برمیگرده برو به درک. درک میدونی کجاست؟ اون مادری که میگه برو به درک، بعضی موقع دیگه دنبالش هم میگن برو به درک اسفل السافلین. اعلی العلیین داریم بهشت خدا و اسفل السافلین داریم قعر جهنم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جایگاه منافقین در درک اسفل سافلین هست. بهشت دارای درجات، جهنم دارای درکات. درک در جهنم، طبقات جهنم بهش میگن درک، اما بهشت دارای درجات. از اینجا شروع میشود میرود به بالا، صعود. بالاترین درجه بهشت فردوس اعلی. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی به طائف رفت که دین و ایمان رو بر اونها عرضه بکنه، اون رو خونالود کردن، از طائف بیرون کردن. هرچی اوباش منطقه بودن دنبالش ریختن، با سوت و هورا و تا پیامبر رو بیرون کردن. زید همراهش بود، سینه ایستاده بود، هرچی سنگ می آمد تو صورت زید میخورد. در یک محل بیرون از طائف نشستن. خداوند فرشته مسئول کوه رو فرستاد، گفت ای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، خدا منو فرستاده که به امر تو باشم. این طائف و مکه بین دو کوه بزرگه، به من اجازه بده تا به هم پرس بکنم تا هیچ احدی از اونها نمونه. نبی خدا را اذیت و آزار رساندن. پیامبر همینطوری که خون رو از خودش پاک میکرد و خیس عرق شده بود و دل آزرده شده بود، گفت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدای قوم منو هدایت بده، اونها نمیدانن. نبی رحمت بود. اما مادر دیگه برو به درک اسفل السافلین، یعنی برو به جهنم. این بچه طبیعی که جهنمی خواهد شد، ناخلق خواهد شد. وقتی مادر اون همه عاطفه داره همش رفیق میکنه، از هم دیگه دعای خیر بطلبید. مشتاق و راغب این باشه که در جمع صالحینی که خداوند اونها رو صالح معرفی میکنه داخل بشه، باید 2 کار انجام بده. یکی ایمان بیاورد و یکی عمل صالح انجام بدهد. نتیجه چی میشه؟ لندخلنهم فی الصالحین. چه بشارتی است! کاری که باید انسان انجام بده که وارد بشه به جمع صالحین، این برمیگرده به خود شما، به خود ما و شما. ما باید بخواهیم. خداوند که خواسته، آماده است که من و تو رو به بندگان صالحش داخل بکنه و داره اعلام میکنه، منتظر یک اشاره است از بندگانش. نیت خیر و قدم خیر نشانه و رغبت به این که انسان بخواد بر بندگان صالح خدا داخل بشه. و الی ربک فارغب. این نکته رو فراموش نکنید. ما باید به دلهامون بقبولونیم که همیشه راغب خدا باشد. و الی ربک فارغب، اذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. این 2 آیه واقعا عظیمه. انسان مسلمان اگر فارغ شد فاسد شد. این یک قاعده است. انسانی که متصل به خداست اگر در طول شبانه روز، در طول عمر مشغول خیر و اعمال صالح نباشد، فاسد خواهد شد. چون فراغ ایجاد میشه و از فراغ نابودی ایجاد میشه. انسان مسلمان باید متصلاً کارهای خیر رو به هم پیوسته بکند. اینجاست که خداوند میگه فاذا فرغت، زمانی که از یک کار خیری فارغ شدید باید خودتو آماده بکنید و تحمل بکنید
و استقامت بکنید برای کار خیر دیگه. فانصب و الی ربک فرغب. پس باید فراغ ایجاد نشه، این حلقه وصل از هم نپاشه، قطع نباید بشه. قطع شدن انسان از کار خیر و اعمال شایستی که مفید برای خودش و خانوادهش و جامعه سبب میشه که از خدا قطع بشه و از خیر و برکت قطع بشه. و الی ربک فرغب. انسان اگر مشتاق خدا نباشه، راغب به خدا نباشه، که نمیتونه کار خیر انجام بده، حوصلش کم میشه، استقامتش کم میشه. رغبت و اشتیاق به رضای خدا سبب میشه که انسان گامهاش در کار خیر ثابت بشه، مضاعف بشه. پس این رغبت باید در دل بندگان خدا باشد تا کم نیارن. برگردیم به آیه. میگه اگر بندگان ایمان آوردن، ایمان یعنی انگیزه، اگر ایمان نیست انگیزه نیست. ایمان یعنی نقطه حرکت، اگر ایمان نیست حرکت نیست. ایمان یعنی رغبت به رضای خدا، اگر ایمان نیست رغبت نیست. ما باید دعا بکنیم که خداوند آنچنان ایمانی رو، ایمان مسبق به علم، ایمان مسبق به معرفت، ایمان مسبق به شناخت واقعی، که حلاوت ایجاد بکنه که از کار خیر خسته نشیم، لذت ببریم. اگر این حلاوت نباشه، یه روز هستیم روز دیگه نیستیم، جمع به هم میزنیم، سبب دلسردی و افسردگی جمع میشیم. باید ایمان باشه تا پیروش و به تبع ایمان عمل صالح ایجاد بشه و بعد شایستگی پیدا بکنید که به بندگان صالحی که خدا اونها رو صالح معرفی میکنه داخل بشید. پس رمز دخول به بندگان صالح خدا که خداوند اونها رو صالحین معرفی کرده، باید مسبوق به ایمان و عمل صالح باشه. به تعبیر دیگه از خدا بخواهیم که ما را جزو صالحین و در سلک صالحین قرار بده. همینطوری که نمیشه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمانشون رو تصدیق کردن، تأیید کردن، مهر صحت زدن با عمل صالح. چقدر زیباست که خداوند دست ما را بگیره بر صالحین داخل بکنه، بر بندگان صالحش داخل بکنه. اما آیه آخر سوره عنکبوت دوباره با همین معنی که اول سوره عنکبوت شروع شد، با همون معانی دوباره چه داره خاتمه پیدا میشه. بریم صفحه آخر عنکبوت. خداوند میگه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. چند قسمته؟ والذین جاهدوا، اول والذین جاهدوا فینا لنهدینهم مع المحسنین. آیه یک سطری رو 5 قسمتش بکنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم مع المحسنین. 5 قسمته، یک آیه یک سطری، آخرین آیه سوره عنکبوت. میگه والذین اسم موصوله، صیغه عمومه، هر کسی میتونه بیاد جز الذین باشه. اما چه الذین؟ الذین تعریف نشده. والذین، همه ما جز والذین هستیم. همه انسان هایی تو خیابان دارن میرن جز والذین هستن. کسانی که و کسانی که، کدوم کسانی که؟ هر کسی مد نظر خداست. پس والذین